الحق صوت قد شجاني وبلغني الحقيقة. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین حبیبنا محمد و علی آله و صحبه اجمعین. بینندگان عزیز و گرامی، سلام الله علیکم و رحمته و برکاته. در خدمت شما عزیزان هستیم با قسمت دیگری از برنامه شما عزیزان، برنامه تماس مستقیم، که در این برنامه صدای گرم شما عزیزان رو میشنویم و به سوالات شما، به شبهاتی که دارید انشاءالله پاسخ خواهیم داد به یاری الله سبحانه و تعالی. همچنین عزیزانی که در طی ماه‌های گذشته سوالاتی را از طریق شماره واتساپ برنامه فرستادن، هم به بعضی از این سوالات در این برنامه پاسخ میدیم و امیدوار هستیم عزیزانی که تماس میگیرن سعی کنن در مورد شبهاتی که دارن در مسائل مذهبی، سوالاتی که دارن به طور فشرده یک سوال بیشتر نپرسید، چون تعداد زیادی از عزیزان ماها پشت خط میمانند و نمیتوانن سوالات و مطالب خودشون رو مطرح بکنن. همچنین عزیزانی که در کامنت ها سوال میکنن انشاءالله سعی میکنیم به سوالاتشون پاسخ بدیم و کسانی که توهین بکنن، اهانت بکنن، مجبور هستیم که اینها رو بندازیم در سطل آشغال، بلاکشون بکنیم. به هر صورت هم از طریق شماره تماس مستقیم و هم از طریق واتساپ میتوانید در برنامه شرکت بکنید و انشاءالله در خدمت شما عزیزان و بزرگواران هستیم. اولین تماس رو میگیریم. بیننده عزیز، سلام علیکم، بفرمایید. الو. بله بفرمایید. سلامت باشید، تشکر از شما، بفرمایید. استاد عزیز، اولتر از همه یک سوال قبل از اینکه سوال بپرسم، یک اظهار محبت کتان بکنم که واقعا شما رو استاد جان خیلی دوست دارم. سلامت باشید، الله سبحانه و تعالی شما رو دوست بداره و سعادت دنیا و آخرت نصیبتان کنه برادر عزیز. سلامت باشید استاد. باور کنید من در مزار هستم، اینقدر شما ماشاءالله یعنی دوستدار زیاد داره که مردم خیلی واقعا شیفته شما شدن. همین که سخن حقم میگین و همیشه به حفظ خدا و پناه خداوند باشین استاد عزیز. سلامت باشید، تشکر از شما برادر عزیز، تشکر از شما بزرگوار. استاد بسیار باشین استاد، بخش شبهات یک چند کتاب معرفی بکنین. الحمدلله من عربی هم میفهمم، فارسی هم، دیگه انگلیسی هم مشکل نیست. مثلا یک چند کتاب اگر معرفی بکنین برای مطالعه انشالله که در بخش شبهات که درباره دین است حل بشه انشالله. چشم، حتما انشالله، حتما انشالله، حتما انشالله. سلامت باشین، خدا نگهدارتون کنه استاد عزیز. سلامت باشین، تشکر از شما، زنده و سلامت باشید. تشکر از این دوست عزیزمان. ما یک کتابخانه تأسیس کرده بودیم که تقریبا شاید چیزی در حدود 15-16 سال میگذره از تأسیس این کتابخانه الکترونیکی. من لینک کتابخانه رو اینجا برای شما عزیزان اینجا برای شما در کامنت ها در یوتیوب گذاشتم. این کتابخانه تقریبا به زبانهای مختلف هست. دوستان عزیز اگر نشون بدن، اینجا بخش زبان نقشه جهان که هست، اینجا را اگر کلیک بکنید انگلیسی، اردو، العربیه، فارسی، پشتو، تاجیکی و مالایی. این کتابخانه تقریبا در سال 1429 هجری قمری به همت جناب شیخ اسحاق دبیری رحمت الله علیه تأسیس شد و تقریبا چیزی در حدود 10 سال مدیریت این کتابخانه رو من به عهده داشتم، سالهای اول قبل از تأسیس وصال.
و کتاب‌های زیادی رو، کتاب‌های مهمی رو ما در اینجا ترجمه کردیم یا کتاب‌هایی که چاپ شده به فارسی در هماهنگی با مؤلفینشان یا مترجمین کتاب‌ها رو در اینجا گذاشتیم. یک سرچ بسیار فعال داره در اینجا. دوستان عزیز اگر نشون بدن، مثلا در اینجا شما با کیبورد فارسی به طور مثال شبهات اینجا می نویسیم، سرچ می کنیم. ببینید شبهات نوشتیم، اومد رد شبهات ملحدین، پاسخ به شبهات قزوینی، پاسخ به شبهات ازدواج موقت، جواب شبهات در مسائل زنده روز، کشف و پاسخ شبهات در مورد حقیقت یکتاپرستی، حجیت فهم سلف و پاسخ به شبهات مخالفین، درباره مهدی، 13 شبهه اهل قبور و جواب آن، پاسداری راستین از سنت پیامبر صلی الله علیه و سلم، شرح عقیده طحاویه. یعنی کتاب‌هایی که در بخش رد شبهات، مثلا مقام صحابه رضی الله عنهم اجمعین، بهترین انسان‌ها بعد از پیامبران، نقش زن در اسلام. یعنی کتاب‌هایی که در بخش شبهات میاد کتاب‌های زیادی است. تقریباً این کتابخانه بیش از 1500 کتاب داره. یعنی تنها در بخش شبهات کتاب‌هایی که در اینجا اومده خیلی زیاد است. یعنی همین الان حدود 90 کتاب رو من در 3 صفحه خدمت شما عزیزان به طور مثال: جوانان، سیکولاریسم و بحران هویت، پیروزی حق و شکست باطل، پاسخ به دروغ‌های شیعه پیرامون آیه 40 سوره توبه، به طور مثال این کتاب رو انتخاب می‌کنیم. یک صفحه جدید باز میشه. در اینجا سمت راست اگر ببینید مشخصات کتاب، دانلود کتاب، رو دانلود کتاب میزنید، 2 صیغه اینجا برای شما پیشنهاد میکنه، هم ورد و هم پی دی اف. مثلا رو فایل پی دی اف میزنیم و اینجا پی دی اف برای شما باز میشه به این شکل. هم میتوانید در اینجا مطالعه بکنید و هم از اینجا این قسمت دانلود دس فایل میایید اینجا میتونید دانلود بکنید این فایل رو برای خودتون رو کامپیوترتون. فایل وردش هم میتونید مثلا بحث‌های مهمی دارید در مسائل مختلف، خاص همه دانشجوها میتونن که فایل‌های ورد رو انتخاب بکنن و مطالب رو در اونجا بحث و جستجو بکنن. کتابخانه خیلی پرباری است. به طور مثال من اینجا در مورد تفسیر می نویسم. ما تفاسیر زیادی از تفاسیر اهل سنت و مهتدین رو یا ترجمه کردیم یا تایپ کردن حتی دوستان خیلی از تفاسیر رو. مثلا تفسیر نور هست، تفسیر میسر هست، تفسیر کوثر هست، تفسیر احسن الکلام، راهنمای علم تفسیر، تفسیر کابلی، تفسیر سوره فاتحه، تفسیر آیت الکرسی، تفسیر کابلی همه جلدهاش هست، تفسیر جلالین، تفسیر معارف القرآن، تفسیر انوار القرآن از استاد مخلص، تفاسیر زیادی از تفسیر بیان کلمات قرآن و تقریباً حدود بیش از 200 تا کتابی که مرتبط با علوم تفسیر هست در اینجا شما میتوانید جستجو بکنید. به طور مثال کتابی میخواید در مورد توحید، فقط کافی است که کلمه توحید رو در اینجا به این شکل بنویسید و سرچ کنید. بله، کتاب هایی که مرتبط با توحید است: حقیقت توحید، پناهگاه توحید، توحید عبادات، کتاب توحید، توحید یکتاپرستی، توحید اسماء و صفات، حمایت از توحید، توحید محور زندگی، به سوی نور توحید، توحید نبوت و معاد، توحید برای کودکان و نوجوانان. کتاب خیلی جالبی است. این رو خاصتا کسانی که اطفال دارن، کودکانی دارن در خانه، این کتاب رو حتما برای اونها دانلود بکنید. شبی 1 صفحه 2 صفحه رو براشون بخونید یا پرینت کنید، بدید که خودشون میخوانن. و کسانی که این کتابخانه وقف است، کسانی که استطاعت مالی دارن و کتاب‌های جالبی رو در اینجا می‌بینن که باید
مثلا کتاب توحید عبادات رو ببینید، کتاب‌های جالبی رو که می‌بینن که نیاز به چاپ کردن داره، با یک چاپخانه هماهنگی بکنید، فایل PDF رو بدید، حتی عکس طرح جلدش رو هر طوری که دوست دارید میتونید، یا عکس طرح جلدی که اینجا هست رو میتونید استفاده بکنید. این کتاب توحید عبادات مثلا از آیت الله شریعت سنگلجی، از یکی از علمای بزرگ شیعه، یکی از علمای معروف شیعه که ایشان آیت الله شریعت سنگلجی نام دارن و شرک و خرافات رو رها کردن و توحید و یکتاپرستی رو انتخاب کردن. این کتاب از ایشان هست، در مورد توحید عبادات نوشتن و این کتاب ها اکثرش دقیقاً از طرف دوستان این تصویر ایشان هست. آیت الله شریعت سنگلجی یکی از علمای بزرگ شیعه ایران بود که الله سبحانه و تعالی هدایتشون داد و این کتاب یکی از آثار به یاد ماندنی ایشان هست، توحید عبادات. کلا در مسائل توحید صحبت میکنن. این کتاب رو حتما بخوانید، کتاب خیلی جالبی است. تشکر میکنم دوستان عزیز. این موضوع رو برادر عزیزمون پرسیدن، سبب شد که این کتابخانه رو برای شما معرفی کنم، گرچه بارها در موردش صحبت کردم. هر کتابی رو که نیاز داشته باشید در این کتابخانه، در کتابخانه قلم یا عقیده میتوانید در اینجا داشته باشید. بیننده عزیز سلام علیکم، بفرمایید. سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. استاد عزیز جور هستین ان شاء الله؟ سلامت باشید، تشکر از شما. زنده و سلامت باشین. گستاخی کردیم، بسیار زیاد زنگ زدیم استاد، به خاطر دمی اول برنامه اگر نوبت رسید دیگه تا آخر باز نمیرسد. الله مطلع فقط یک شما را همچنین یک دو سوال بسیار کوتاه دارم، به خاطر کل هفته آمدیم منتظرتان بودم، روز سه شنبه میخواستم براتون بگویم، باز گفتم گستاخی نشه به خاطر موضوع برنامه نبود. یک جای ششته بودیم استاد، وقت نماز شام شد. نماز شام که استاد شدیم خواندم، در میقات دوستای ما یک از دوستای سوریایی ماست، بله، گفت که باید نماز شام و نماز خفتن به صدای بلند بخوانی. دیگه ما هرچی که به ما گفتم ما یک چیز تا بالا نشنیدیم که باید صدای بلند بشنوی و آورش دلیل گفتم اگر ما بلند بخوانم شما که جشته 3 متر 4 متر دورتر از ما باید از شما گوش کنید، یا وقتی که ما قرائت میکنم باید از گوش کنید شما، خب باز بین خود که قصه کنیم، خب باز بی‌احترامی بر کلام الله شد. دیگه یکی بود. سوال دوم ای بود استاد عزیز که یکی از امی از سوریه بود اما خدا تبدیل کرده بود به دین مسیحیت، تبدیل کرده بود. دیگه سلام علیکی داشتیم، میشیشتیم و گپ میزدیم و تا بالا. دیگه فوت کرد. باز من فقط امی رو میخواستم به خاطر یک آشنایی داشتم از پیشش، سر جنازه رفتن یک آدم که مسیحی است که میبرنش در کلیسا، باز از اونجا میبرنش دفنش میکنن، جایز است جایز نیست؟ به خاطر که آشنام بوده، آشنایی کتش داشتیم و سلام علیکی هم کتش داشتیم و دیگه دمی باره یک معلومات بکن استاد عزیز. باشه چشم، هر دو سال انشاءالله پاسخ میدم. وقت خوش براتون میخوام. سلامت باشین، تشکر از شما. ما دو نوع نماز داریم، یکی نمازهای جهری است، یکی نمازهای خفی است. نمازهای جهری نمازهایی است که عموما در مساجد اگر دیده باشید، نماز صبح، نماز مغرب و نماز عشا رو امام با صدای بلند 2 رکعت اول رو قرائت می کند. نمازهای خفیه نمازهایی است که امام قرائت نمی کند، با صدای بلند خفیه می خواند. نماز ظهر هست و نماز عصر است. جمهور علما متفق هستند بر این که در نمازهای جماعت 3 نماز صبح و مغرب و عشا رو امام 2 رکعت اول رو باید جهری بخواند، هم حمد رو و هم سوره رو جهری بخواند.
اما کسی که جماعت نمیخواند، مثلا در خانه است، از مسجد دور است، در جمع دوستان است، نمازش رو نخوانده، مثلا نماز مغربش رو نخوانده، نماز عشا رو در جماعت نرسیده نخوانده، یا وارد مسجد میشه نمازش رو میخواد بخوانه. اکثر علما به این رأی هستن که این نماز رو، نه اینکه انسان مثلا با صدای بلند همونطوری که امام قرائت میکند شروع کند الحمدلله رب العالمین، به این شکل نه، اما یک کمی صداشو به اندازه‌ای که خودش بشنود، به این شکل مثلا الحمدلله رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیهم غیر المغضوب علیهم، به این شکل. اما نمازهایی که خفیه است همین صدا رو نباید به این اندازه بلند بکنه، کلا آرام فقط لبهاش تکان بخوره. بعضیا نمازهای خفیه رو نه لب نه زبان تکان نمیخوره، کأنه او داره داخل درونش داره میخوانه، به این شکل. هیچ حرکتی نیست، این اشتباه هست. شما صداتون رو بلند نکنید، اما به این شکل، یعنی طوری باشه که صدا بلند نباشه اما زبان و لبها باید حرکت بکنه که یک نفر وقتی نگاه میکنه متوجه بشه که این طرف داره نماز میخوانه. و این رأی مشهور است در بین علماها که نمازهای جهری رو به شکلی بخوانه که صداش رو خودش بشنوه، نه اینکه کسانی که در مجلس هستن با صدای بلند بخوانه. اما اگر کسی در مسجد وارد شد، نماز جماعت تمام شده، امید این هست که کسانی دیگری مثلا میبینه که در وضوخانه تعدادی دارن وضو میگیرن، اینا هم از نماز موندن، این وضوشو تمام کرده اومده وارد مسجد میشه، بهتر این است که تکبیر بگه، یعنی به صفت امام شروع بکنه با صدای بلند که وقتی کسانی که داخل میشن در مسجد اینها بیان در پشت سر به این اقتدا بکنن. و این بعضی از سنت هایی است که متاسفانه در بین ما و در مساجد ما کمرنگ شده. در مورد نماز شرکت کردن در نماز جنازه، من یک آیه رو خدمت شما بیان اینجا میارم و بعد از اون انشالله در موردش صحبت میکنم. در مورد کفار اصلا جنازه یعنی چی؟ این مراسم تشییع جنازه یعنی چی؟ تعدادی از انسان‌ها جمع میشن برای یک فردی که از دنیا رفته دعا میکنن. نماز جنازه دعا هست. شرکت کردن در جنازه برای دعا کردن برای میت است، کدام چیز دیگری نیست. و این همه اجر و پاداشی که داره به خاطر این است که شما برای یک برادر مسلمانتان که فوت کرده برای او طلب مغفرت میکنید. دعایی که مثلا در نماز جنازه خوانده میشه، این طلب مغفرت است برای میت. پس کسی که کافر هست یا مسلمان بوده مرتد شده یا منافق است یا کافر است، یهودی است، نصرانی است، شرکت کردن در نماز جنازه او ولو اینکه دوست باشه، رفیق باشه، نزدیک باشه، خیش باشه، هر کسی که باشه جایز نیست. چون نماز و جنازه شرکت کردن برای دعا و مغفرت است و ما در حق کفار از دعا کردن برای میت کفار، برای کسی که فوت کرده از اهل اسلام نیست، منع شدیم. در این آیه الله سبحانه و تعالی در سوره منافقون در آیه 6 خطاب پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم می‌فرماید که سواء علیهم استغفرت لهم، برابر است برای اینکه تو برای اونها
طلب استغفار بکنی ام لم تستغفر لهم، یا اینکه نکنی لن یغفر الله لهم، الله سبحانه و تعالی اونها رو مورد مغفرت قرار نمیدهد. ان الله لا یهدی القوم الفاسقین، الله سبحانه و تعالی قوم فاسقین رو چیکار میکند؟ هدایت نمیدهد. به خاطر همین شرکت کردن در نماز در مراسم جنازه کافر برای یک مسلمان جایز نیست، ولو اینکه خیشش باشه، دوستش باشه، و برای مجامله کردن، برای دین ما دین مجامله نیست، دین ما دین صراحت و دین نفاق هم نیست، دین تقیه هم نیست که بیایم مجامله بکنیم با کسی. نه، ما اعتقاد داریم که این کسی که کافر از دنیا رفته، این رو ما اگر براش طلب استغفار بکنیم یا نکنیم، این انسان از اهل جهنم است و الله سبحانه، آنچه که ظاهر رو ما می‌بینیم، اون که باطن الله سبحانه و تعالی خودش میدانه که با بندگانش چطور معامله بکنه. و حتی اینکه شاید این شخصی که مثلا کافر از دنیا رفته، همه فکر میکنن کافر از دنیا، شاید در آخرین لحظات زندگیش ایمان آورده باشه، ایمان خودش رو پنهان کرده باشه، اما همونطوری که بشر به ظاهر حکم میکنن، شریعت به ظاهر حکم میکنه. آنچه که به الله سبحانه و تعالی مرتبط میشه که درون انسان هاست، غیب است، اون رو الله سبحانه و تعالی بهتر میدانه و ما در این مورد به اصطلاح بازخواست نمیشیم. بر صورت ما در زندگی در جوامع کفار اگر دوستمان هست، رفیقمان هست و از اهل حرب نیست و انسانی که ضررش به مسلمان ها و به جامعه بشری نمیرسه، با او مأمور هستیم که به خوبی رفتار بکنیم، با عدل و احسان باش رفتار بکنیم و نیکی بکنیم، در صورت نیاز نیکی بکنیم، ظلم برش نکنیم. اما اینکه در در مراسم جنازه شرکت بکنیم، نه، این از اموری است که کلا منع شده. به خاطر همین رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم در جنازه منافقین شرکت نمی کردن و از طلب استغفار برای مشرکین و کفار منع شدن. حتی گاهی اوقات مثلا روایتی هست که شخصی رو آوردن، میخواستن که نماز جنازش رو رسول الله صلی الله علیه و سلم بخوانن. پرسیدن که آیا قرضدار هست یا بدهکار است؟ گفتن بله بدهکار است. گفتن که نماز دوستتان رو بخوانید. من نمیخوانم. تا این اندازه حتی در دین از شرکت کردن در نماز جنازه و تشییع جنازه کسی که نماز نمیخوانه منع شده. کسی که نماز نمیخوانه نباید در نماز جنازه شرکت، ولو اینکه مسلمان باشه، ولو اینکه اسمش مسلمان باشه، اسمش احمد ولد محمود باشه، محمد ولد علی باشه، اما نماز نمیخواند. جمهور علما رأیشان بر این است که نه بر این شخص نماز جنازه باید کسی بخوانه و نه در نماز جنازه و تشییع جنازه است کسی باید شرکت بکنه. و رسول الله صلی الله علیه و سلم بعد از اینکه یکی از صحابه بدهکاری یا قرضداری اون شخص رو ادا کرد، بعد از اون نماز جنازهش رو خواندن. به خاطر همین این موضوع قابل اهمیت است که در نظر داشته باشیم که بعضی از خطهای قرمزی وجود داره که نباید ما از اون تجاوز بکنیم. بیننده عزیز سلام علیکم، بفرمایید. سلام علیکم. علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. استاد محمد عفوی. بفرمایید. سلامت باشید. چندین برنامه رو در واقع برنامه میکنستن. یک چند سوالای کوتاه وقتی مردم رو نگیردم. بفرمایید. سوال یکم همین که شخصی که نماز نمیخواند آیا نکاح دارد همیشه؟ رأی جمهور علما بر این است که کسی که نماز نمیخواند مرتد است. کسی که نماز نمیخواند مسلمان نیست. نکاح این شخص اتوماتیک باطل می شود. مرد نماز نمیخواند، زن نماز خونه نکاح نمیشه. نمی شود. نه، نکاح نمی شود. زن نماز داره، مرد نماز نداره.
درست مردی که نماز نمیخواند برای این زن حرام است که با او ازدواج بکند، با او نکاح بکند. حتی علمای احناف هم در این مورد یعنی فتاوایشان و آنچه که ذکر کردن در کتبشان بر این است که کسی که یعنی نمازش رو عمدن ترک بکنه، عمدن و مداوم ترک بکنه و هیچ نخوانه، این انسان مسلمان نیست. چون نماز مهمترین رکن و اساسی ترین بنای اسلام است. شما من در برنامه گذاشتم ذکر کردم که خانه میخواید درست بکنید، ستونهای خانه رو اول درست میکنید و اگر خانه رو بدون ستون درست بکنید، بدون اساس درست بکنید، آیا این خانه پایدار میماند؟ نه. پس نماز ستون دین است. دینی که ستون نداشته باشد به درد نمیخورد. بعد وقتی که جوانی که میخوای ازدواج کنه عروسی، بله. شب نکاح برای شرم روم، مقصد شرم دارو میگه اکو یکم بار خانه عروس رفتن برای شرم رو پریدن، شراب عرق میخوره بعد نکاح میره، مست و مست نکاحش قبول است یا قبول نیست، نماز میکنه برای شرم رو گفته هم خیلی هست بین جوانات، هم خیلی آدم. این بسیار یک عادت زشت است. یعنی الله سبحانه و تعالی در قرآن کریم من کرده است که انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوه. شراب، قمار، چوب‌های به اصطلاح فالگیری، اینا از جمله اعمال شیطانی است که از او باید دوری کرد. الله سبحانه و تعالی شراب نوشی، شراب فروشی، عقد، قرارداد و هر چیزی که مرتبط با شراب باشه رو منع کرده. این که به خاطر که شرمش از بین بره و فلان بره شراب میخوره، این یک عادت خیلی زشت است و این یک گناه بسیار بزرگ است. یعنی اگر کشور اسلامی باشد، قانون اسلامی باشد، کسی که شراب میخورد و مست میشود او را شلاق میزنند. و اینکه نکاح درست می شود یا نمی شود، بله، کسی که شراب بخوره، کسی که زنا بکنه، کسی که یعنی اعمال فسق و فجور و گناه انجام بده، تأثیری در نکاح ندارد. اینها گناهایی است که هر کدام جزای خاص خودش رو داره، اما بر نکاح تأثیری نداره و بسیار عمل زشتی است، بسیار عادت زشتی است. بسیار از عادتهایی که در کشورهای ما متاسفانه در شب زفاف وجود دارد عادتهای زشتی است. مثلا اینکه داماد رو مثلا بهش یک شراب یا چیزی که بدن که مست بشه، یا که یک پارچه سفید رو در خانه قرار میدن که در اون شب باید اون به اصطلاح همبستر که میشه با عروس. این در بعضی از مناطق تاجیکستان و افغانستان تا هنوزم مد هست که اون پارچه سفید رو آغشته به خون میکنن و که این علامت بکارت هست و فلان، این رو در میارن و به مردم نشون میدن. همه این عادتهای زشتی است که باید با اینا مبارزه بشه، بعد از جامعه دور بشه اینا. بله. بخشش یک دو دقیقه دیگه وقت کنم نگیرم. بین 5 وقت نماز از دیگه نماز بزرگتر فرق داره یا که هم 5 وقت نماز برابره؟ بعضی چیزا شنیدیم که بزرگترین نمازها نماز عصر گفتن بعضی علماها. ببینید برادر عزیز، این که یک نماز از نماز دیگر بزرگتر است همچین چیزی نیست. همه نمازهای پنجگانه در یک سطح هست. حکمش، حکم فرضیتش، حکم ادایش، حکم ترکش، هر 5 نماز یکی است. اما بعضی از نمازها فضیلت‌های خاصی دارد. مثلا رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم می‌فرمایند سخت‌ترین نماز برای منافق کدام نماز است؟ کدام نماز است سخت‌ترین نماز برای منافق؟ آفرین. نماز بامداد و نماز خفتن یا نماز فجر و نماز عشا سخت‌ترین نماز است برای منافق. چون منافق صبح از خواب بیدار شدن به خاطر نماز، به خاطر الله سبحانه و تعالی برایش سخت است.
این یک آزمایش است. یعنی رسول الله صلی الله علیه و سلم این رو یک میزان قرار دادن، هر کس خودش رو آزمایش بکنه. آیا بلند شدن برای نماز صبح سخت است یا آسان است؟ کسی اگر نماز صبحش قضا بشه و ساعت مثلا 1 ساعت 2 ساعت بعد از خواب بیدار بشه، این انسان ناراحت است یا براش نرمال است؟ میگن صحابه وقتی یک نمازی ازش قضا میشد چنان ناراحت میشد که انگار همه مال و زندگی و زن و اولاد و همه را از دست داده است. مثلا نماز عصر یکی از نمازهایی است که فضیلت خاص خودش رو داره. نماز ظهر مثلا یکی از اوقات استجابت دعاست و خیلی ماها این رو نمیدانیم که در حدیث ثابت است که نماز ظهر یا انگام ظهر یکی از اوقات استجابت دعاست. گاهی ما اوقات استجابت دعا رو در عین غروب مثلا جستجو میکنیم، در بعد از فجر جستجو میکنیم، قبل از فجر جستجو میکنیم، اما این وقتی است که همه مردم در فکر دنیا هستن، همه مردم در فکر زندگی خودشون هستن، در فکر سودشون هستن، که انه درهای آسمان باز است و شلوغ نیست. مثل اینکه یک نفر میخواد مثلا به سینما بره یا به کتابخانه‌ای بره یا به یک جایی بره، میگه که والله ساعت 5 برم یک کمی خلوت‌تر از زود میتوانم به اونجا برسم. درست؟ که انه وقت ظهر وقت خلوتی است، ملائکه منتظر هستن کی است که دعا میکنه که دعایش رو براش بنویسن و الله سبحانه و تعالی استجابت بکنه. بعضی از نمازها بر بعضی از نمازهای دیگر فضیلت دارن، وقت ادا کردنش یا زحمتی که انسان به خاطرش میکشه. مثلا در حدیثی پیامبر صلی الله علیه و سلم میفرمان بشارت بده به کسانی که در تاریکی به سوی نماز میروند، به سوی مسجد میروند. در کدام تاریکی ما به سوی مسجد میریم؟ نماز صبح و نماز عشا. بله. و بعضی از نمازها مثلا نماز مغرب مصادف است با وقت غروب آفتاب، وقت استجابت دعا است. کسی مثلا قبل از نماز مغرب در جای نماز خودش بشینه، دستشو بلند بکنه، دعا بکنه و در نماز مغرب در سجده ها خاصتا دعا بکنه و این اجر و پاداش فراوان داره. اما اینکه نمازها همه در یک سطح هستن، حکمشون 5 وقت نماز فرضی که هست همه فرض است، حکم ترکش یکی است، یکیش از دیگری بزرگتر و کوچکتر نیست، اما فضیلت کمتر و بیشتر داره. در محله که مولا امام در مسجد پیش داره نماز مردم خواندن میتیا نه قرائت داره نه سواد کافی دینی داره. از روی مثال حرفی کریلی که تاجیکی کتاب فرض عین تاجیکی میگن در تاجیکستان برای موسفیدا و گودکا اکو دین اسلام برای موسفید گودک علایده کتاب نداره، اکو همه خیلی آسان کردگن برای گودکا و موسفیدا و کردگان مختار. مولا امام از روی هوای از یاد کردگی سوره های قرآن نه حروفاش بجا میاره نه تجوید داره. مردمی که از پسش نماز میخواند خوشروم میفهمه که همین خطا خوانده، نه قرائت داره نه تشدید داره، یگان چی نداره. نه که از پشت همون مولا امام نماز خواندن میگیره. نمازی که مردم اقتدا میکنه با سواد عید سوادش 100 مرتبه عید خوبتره. نمازی همه آدمی با سوادی که از پشت عوام اقتدا میکنه چیکار میشه نمازش. ببینید برادر عزیز، رسول الله صلی الله علیه و سلم در بیان شروط امام جماعت در احادیث مختلف، من مختصر برای شما بیان بکنم، میفرمایند که کسی که نماز جماعت رو امامت میکنه باید اهل ایمان و تقوا باشه، بالغ باشه، عاقل باشه، سلامتی جسمانی داشته باشه، عدالت و انصاف داشته باشه، آدم فاسق و فاجر و بددهن نباشه و یکی از مهمترین شروطی که قرار داده شده است این است که اقرأ القوم باشه، طوری که در حدیث ذکر میشه. اقرأ القوم کی است؟ یعنی که بیشتر قرآن حفظ داشته باشه و تلاوتش زیباتر باشه. مثلا در یک محله هست 10 تا قاری است، 2 تای از اینها تلاوتشان، صداشان، ترتیلشان زیباست، دلنشین است. بعد از اون همان در بین 2 نفری که
هر دوتا تلاوتشون بهتر است، همانی که حفظش بیشتر است و صداش زیباتر است اون باید چی باشه؟ اون باید امامت بکنه. شرط این هست، شروط اساسی برای امامت این است. فقها بعضی شروط دیگری هم قرار دادن که مثلا هیئت زیبایی داشته باشه، یعنی اصطلاح عائله دار باشه، همسر داشته باشه، یعنی ازدواج کرده باشه. شروط مختلفی رو ذکر کردن فقها، اما شروط اصلی این است، اصل بر این است که قرائتش درست باشه. بعضی از مذاهب مانند در مذهب حنبلی و شافعی و اینها، مالکی، حتی اگر کودکی که به سن بلوغ هم نرسیده باشه و در بین مردم قاری قرآن، حافظ قرآن، کسی صدای خوب نداشته باشه، میتواند این کودک نابالغ هم امام جماعت شود. احناف در این مسئله یک کمی تحفظ دارن، میگن نه، باید یکی از شروط اساسی این است که بالغ باشد. اما کسی که با وجود انسان‌هایی که حافظ قرآن هستند، تلاوت و قرائتشان هم زیباست، قشنگ است، اینها میان پیش نماز میشن و به زور خودشان رو بر مردم میقبولانن و مجبور میکنن مردم رو که به پشت اینها نماز بخوانن، این انسان به جای اجر و پاداش گناه میگیره. این رو براش بفهمانید. یعنی وقتی که تلاوتش صحیح نیست، قرائتش صحیح نیست، تجویدش صحیح نیست، نباید که خودش اصلا نباید امامت رو قبول بکنه. شرط اساسی این است که اگر سوره حمد رو غلط بخونه اصلا نمازش درست نیست و نماز بقیه رو هم فاسد میکنه. چون شرط اساسی خواندن سوره فاتحه در نماز واجب است. کسی که سوره فاتحه رو در نماز، لا صلاة الا بفاتحه الکتاب، رسول الله صلی الله علیه و سلم میفرمایند نماز نمیشود مگر به فاتحه الکتاب. منتها بعضیا هستن، مثلا گاهی اوقات من دیدم در راه ها، مثلا در مساجدی که در ایستگاه ها هست، در اونجا مردم جمع میشن برای نماز، یک نفر همینطور بدونی که بپرسه حرف بزنه میاد جلو. بارها شده که تا شروع کرده سوره حمد رو خواندن من نماز رو ترک کردم. بعد از اون چپ چپ مردم نگاه کردن، گفتن بابا جان نمازتون رو یاده بکنید، پشت سر این انسان پشت سرش نماز نمیشه، چون سوره حمد رو بلد نیست بخونه. سوره حمد رو اگر غلط بخونه نماز همه رو باطل کرده. پس اگر که هیچ کسی نیست از این شخصی که الان امامت میکنه، این از همه قاری تر است، از همه حافظ تر است، از همه بهتر قرآن رو تلاوت میکنه، اما مشکلاتی داره، مجبوری است، کسی دیگری نیست، میگن در بیابان کفش کنه نعمت است، این شخص میتواند که امام شود. اما بعضیا یعنی خودشون میدانن که نمیتوانند، صلاحیتش رو ندارن، اما در هر جا خودشون رو پیش میکنن به خاطر نماز دادن. این انسان ها مرتکب گناه کبیره میشن، هم نماز خودش خراب و هم نماز 4 تا بیچاره دیگر که در پشت سرش میخوانن خراب. وقتی که شروع میکنه به قرائت کردن، یعنی حال مردم به هم میخوره. این درست نیست. سعدی یک حکایتی داره، میگه که یک کسی صدای بسیار نحسی داشت، صدای زشتی داشت به صدای بلند قرآن میخواند. سعدی میگه اومد بهش گفت که کسی به تو پول میده، کسی به تو چیزی میده که قرآن بخوانی؟ گفت نه. گفت پس از برای چه قرآن میخوانی؟ گفت از برای خدا میخوانم. گفت از برای خدا نخوان، گر تو قرآن بدین نمد خوانی ببری رونق مسلمانی. بعضی مردم اینطوری هن، با قرآن خواندنشان رونق مسلمانی رو میبرن. نخوانید. یعنی رحم الله امرئ عرف قدر نفسه، یعنی خداوند میگه رحم کنه به اون کسی که قدر نفس خودش رو بدونه. من که وقتی میدونم که والا تجویدم درست نیست، قرائتم درست نیست، چرا باید پیش بشم؟ و به همین دلیل این رو بفهمانید، نصیحتش بکنید. برادر تو با این کارت هم نماز خودتو خراب میکنی، هم نماز مردم رو خراب میکنی. و اگر که بازم اصرار کرد نخوانید پشتش. یک شخصی که قاری قرآن هست بگذارید. بعضی اماما در بعضی از مساجد از طرف دولت تعیین میشن، خاصا در کشورهای غربی از طرف دولت ها تعیین میشن، از طرف استخبارات ها تعیین میشن. اونا رو گذاشتن فقط به خاطر جاسوسی که اینجا کی میاد، کی میره، چی میگن، چی نمیگن. بگذارید نمازش رو بخونه،
نمازش رو که خواند، بعد شما برای خودتون یک نماز جماعت دیگری درست بکنید. و بعضیا میگن که والا این در مذهب جایز نیست و در یک مسجد 2 جماعت و فلان اینا. بله جایز است، چون که اون طرف اون نمازش اصلا نماز جماعت محسوب نمیشه، اصلا اون طرف لیاقت این رو نداره که امام جماعت بشه. خیلی هم اگر نذاشتن در مسجد، میتوانید برای خودتون یک مصلی اختصاص بدید و در اونجا نماز خودتون رو به شکل صحیح بخوانید، چون نماز مهم است و نمیشه که با نماز بازی کرد. بیننده گرامی سلام علیکم، بفرمایید. سلام علیکم و رحمت الله. جمعه تو مبارک استاد محترم. سلامت باشید برادر عزیز، بفرمایید. استاد محترم عایشه سوال کوتاه از داشتم. بفرمایید. سوال اولا این بود که آیا پوشیدن کلاه یا دستار در وقت خواندن نماز یا قرآن شریف چی حکم دارد؟ فرض است، واجب است، سنت است یا مستحب؟ و سوال دومم این بود که در مورد نماز وتر در خیلی از کتاب‌ها شرح بیشتر ندارد، اما ما از شما کمی معلومات می‌خوایم. سوال می‌رسه که آیا چگونه قضای نماز وتر واجب ادا میشه و دیگرش این است که چگونه نماز وتر واجب در وقت ماه مبارک رمضان میگن مستحب میباشه و در پشت امام خوانده میشه، با جهر خوانده میشه. در این باره کمی معلومات بدیم. و سوال آخرم این بود که آیا خرید و فروش بیت کوین و وارد شدن در جهان ارز دیجیتال از آن سودی که بر ما میرسد شرعاً حلال است یا حرام؟ جناب استاد تشکر ازتون. یک لحظه قطع نکنید. سوال اول رو یک بار دیگه بفرمایید. پوشیدن کلاه یا دستار در وقت نماز. خوب است. شما قطع نکنید یک لحظه. بله قطع نکنید یک لحظه. نماز خواندن، قرآن خواندن، عبادت ها را انجام دادن با کلاه و بدون کلاه هیچ تأثیری در صحت عبادت ندارد. چه نماز باشد، چه تلاوت قرآن باشد، رفتن به مساجد باشد، شرکت کردن در جنازه و در هر مراسم مذهبی باشد، دستار بستن، کلاه گذاشتن یا نگذاشتن نه فرض است، نه واجب است، نه سنت مؤکد است، نه سنت است، نه نفل است، نه مستحب است. اینا یک عادتی بوده در بین عرب و صحابه و رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم انجام دادن و در هیچ حدیث صحیح مردم را امر نکردند که در وقت نماز دستار بزنید یا کلاه بپوشید. و چرا امامان مسجد حتما میپوشن یا دستار یا کلاه؟ یعنی یک تشبیه و پیروی از رسول الله صلی الله علیه و سلم است، اما سنت نیست. یعنی اونایی که میآیند با دلایل لایتچسبک میخوان که دستار زدن را سنت جلوه بدن، نه اینطوری نیست. سنت نیست. دستار سنت نیست، کلاه سنت نیست. خاصا این کلاه‌های توری سفیدی که مردم در جیبشان میگذارن، مسجد که داخل شدن در سرشان میکنن، والا به نظر من این تشبیه به یهود است تا اینکه یک سنتی باشد و یک عجب و پاداشی داشته باشد. و وادار کردن مردم به پوشیدن کلاه و دستار این کار درستی نیست. در مورد سوال دوم این بود که در مورد وتر واجب نماز عشا بود. بله، وتر واجب نیست. اینایی که میگن که وتر واجب است، واجب نیست. در مذهب حنفی حکمش واجب است، اما در حقیقت در 3 مذهب دیگر وتر واجب نیست. وتر جز نمازهای سنت مؤکده است. متوجه شدید؟ این که میگین وتر واجب، هیچ دلیلی برای واجب بودنش نیست. متوجه شدید؟ هیچ دلیلی برای واجب بودنش نیست. این که چطوری خوانده می شود؟ در مذهب حنفی 3 رکعت با هم خوانده می شود. 2 رکعت بعد از اون می نشینید، بلند میشید، بعد از تلاوت دعای تکبیر میگید و دعای قنوت رو میخوانید و در رکوع میرید. طریقه صحیحش که در سنت است این است که در رکعت سوم بعد از تلاوت سوره حمد و یک سوره دیگر به رکوع می روید و از رکوع که بلند شدید دستانتان رو بلند می کنید. شرط نیست که فقط دعای قنوتی که اللهم انا نستعینک و نستغفرک، شرط نیست که حتما این رو بخوانید. هر دعای، اصلا قنوت برای چی است؟ قنوت برای کسی است که
مصیبتی آمده است، مشکلاتی در زندگی دارد، سختی هایی در زندگی دارد، از همه جا ناامید شده است، به الله سبحانه و تعالی التجا می کند به هر زبانی. اگر که دعای عربی رو بلد هستید، معنیش رو میفهمید، به زبان عربی نمیفهمید، به هر زبانی که میخواهید دعا بکنید. دعا بکنید برای مشکلاتتان. مثلا الان زلزله شده، درست، در افغانستان سیلاب آمده، یا خدای نکرده جنگی است، یه طرف قحطدار است، مشکلات زندگی دارد، فرزندش کدام مشکلی دارد، همسرش کدام مشکلی دارد. نه، در دعای قنوت اللهم انا نستعینک امین رو میخوانند و سلام امین الله اکبر. نه خیر، تو باید به خاطر مشکلاتی که در وطنت هست، به خاطر مشکلاتی که در خانواده و زندگیت هست، برای اینا دعا. قنوت برای این است. رسول الله صلی الله علیه و سلم در احادیث صحیح ببینید کی قنوت خواندن، چرا قنوت خواندن. حتی در بقیه نمازها هم قنوت خواندن. در نماز صبح خواندن رسول الله صلی الله علیه و سلم، در نماز عصر خواندن، در مغرب خواندن. وقتی که یک مصیبتی آمده، وقتی که مثلا قاریای قرآن رو مشرکین شهید کردن در بئر معبر، پیامبر صلی الله علیه و سلم طبق یک روایت میگن تا 40 شبانه روز دعای قنوت میخواندن و اونها رو نفرین میکردن. به هر صورت نماز وتر واجب نیست، سنت مؤکده است. سنت مؤکده وقتی بابش میگیم که رسول الله صلی الله علیه و سلم هیچگاه ترک نکردن. مثلا در بین سنت های نماز، سنت قبل از فجر رو رسول الله صلی الله علیه و سلم هیچ وقت نه در حضر و نه در سفر ترک نکردن. نماز وتر را نه در حضر و نه در سفر ترک نکردن. نمازهایی رو که غیر از فرض پیامبر صلی الله علیه و سلم ترک نکردن، اینها رو ما باید ترک نکنیم، چون پیامبر صلی الله علیه و سلم هیچگاه ترک نکردن. فقهای احناف آمدن اینا رو، نماز وتر رو گفتن که این حکمش واجب است، به خاطر اینکه رسول الله صلی الله علیه و سلم هیچگاه ترک نکردن. خب پیامبر صلی الله علیه و سلم طبق احادیث صحیح سنت صبح رو هم هیچ وقت ترک نکردن، پس او هم باید 2 رکعت واجب صبح باشد؟ نه، اینطوری نیست. اما خواندنش باید خواند، نباید ترک کرد، چون رسول الله صلی الله علیه و سلم ترک نکردن. و در ماه مبارک رمضان که می شود در پشت ملا امام خوانده میشه خود وتر واجب. بله، نمازهای نفل رو با صدای بلند، با صدای جهر پشت امام به جماعت خواندن درست است. این از رسول الله صلی الله علیه و سلم ثابت است. احادیث فراوانی است که پیامبر صلی الله علیه و سلم همسرشان ام المؤمنین عایشه صدیقه رضی الله تعالی عنها رو بیدار می‌کردند، نمازهای تهجد، نمازهای شب رو، قیام اللیل رو با هم می‌خواندن، به جماعت می‌خواندن و این سنت است و خواندنش هیچ اشکالی ندارد. اشکال نداره. و سوال آخرم این بود که خرید و فروش بیت کوین و وارد شدن در جهان رهبر دیجیتال و این سودی که به ما میرسه جناب استاد حلال است یا حرام؟ که بعضی علما در این شک دارن. بله، یعنی علمای حلال قرار دادن، علمای فتوا دادن که حلال است، جایز است. اما تقریبا با این مسئله ارزهای دیجیتال از سال 2010 به این طرف، یعنی من با این مسئله سر و کار دارم، دوستان میپرسن و در موردش مطالعه میکنم. این یک خرید و فروش شبهه است و اصلا وجود ارز دیجیتالی تا هنوز یعنی هیچ کدامش به طور 100% ثابت نشده و مخاطره و ضررش به اندازه خیلی زیاد است. همین چند وقت اخیر بعد از آمدن ترامپ بلایی که سر بیت کوین آمد، خودتون شاید شنیده باشید، در این زمینه تجربه دارید حتما، و مردم کسانی بودن که $100,000 گم شد، $200,000 گم شد، $10,000. دانشجوهای بیچاره ای رو من میشناسم که $1,000-2,000 داشتن، همون رو رفتن در بیت کوین رو گم کردن. نه کسی بازخواست میکنه، نه محکمه ای هست، نه دادگاهی هست. به طور مثال در یک کشوری طرف رفته، یک جوان افغان خود ما رفته مثلا بیت کوین خریده، بعد از این جریانات اخیری که رخ داد، مسئولین اون کشور پولشو ندادن، بلوکه کردن، گفتن بیا تابعیت این کشور رو بگیر، بعد از اون میتوانی پولت رو بگیری. و هیچ مرجع قانونی نیست که بشه بر علیه اینها دعوا کرد و پول رو گرفت. یعنی اکل اموال الناس بالباطل است، خرید و فروش شبهناک است. به خاطر همین هزینه دوری بکنه انسان خیلی بهتر است. یعنی من تا حالا کسی رو ندیدم که از این خرید و فروش ارزهای دیجیتالی خیر دیده باشد. جناب استاد و می جناب استاد میخوره وهابیا و سلفیات مربوط اهل سنت میشن یا نه خیر؟
ببینید اهل سنت یک منهج است. اهل سنت و جماعت یک منهج است، یک حزب نیست که هر کس کارت عضویت این حزب را داشت خلاص اهل سنت و جماعت است، هر کس نداشت نیست. هر کسی که مثلا احناف اهل سنت و جماعت هستن یا نیستن؟ همه میگن هستن، درست؟ همه میگن احناف اهل سنت و جماعت هستن. آیا مثلا فرقه گمراه صیفی، همینایی که رقاصایی که در مسجد رقص میکنن، آیا کاری که اینا انجام میدن این کار اهل سنت است؟ نه خیر. خب الان اینا میگن که ما اهل سنت و جماعت هستیم. اهل سنت و جماعت یک منهج است. اهل سنت یعنی چی؟ متابعت از سنت پیامبر. هر کسی رو دیدید که متابعت از سنت پیامبر میکند او اهل سنت است. سنت چی معنی؟ راه و روش و کردار و گفتار رسول الله صلی الله علیه و سلم، چه نامش سلفی باشد، وهابی باشد، حنفی باشد، شافعی، مالکی، حنبلی باشد، زیدی باشد، حتی شیعه باشد، وقتی که متابعت از سنت پیامبر میکند سنی است، از اهل سنت است. نمازش را به جماعت میخواند، اهل سنت و جماعت است. در اینجا جماعت به معنی عموم مسلمان ها است، یعنی اکثریت مسلمان ها بر یک راه و روشی که باشن به اونها میگن اهل سنت و جماعت. و رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم در سنت مبارکشون راه و روش و پیروی از پیامبر بزرگوار صلی الله علیه و سلم رو برای ما بیان کردن و در حدیث صحیح برای ما میفرمایند علیکم بسنتی، یعنی شما باید سنت من را پیروی بکنید و از سنت رسول الله صلی الله علیه و سلم پیروی کردن این امر الله سبحانه و تعالی است. اطیع الله و اطیع الرسول. رسول الله سبحانه و تعالی میفرماید از الله و رسول اطاعت بکن. قل ان کنتم تحبون الله فاتبعونی یحببکم الله. بگو اگر واقعا الله رو دوست دارید از رسول الله صلی الله علیه و سلم پیروی کنید. هر کس پیروی رسول الله رو میکنه او اهل سنت است. اهل سنت حزب نیست که من برم بالا کارت عضویتش رو بگیرم، شهریه بپردازم، بعد از اون من بشوم اهل سنت. و در این حدیث شریف که آمده است که در آخر زمان نوبت ما 72 گروه میشه و یک گروهش به نام اهل سنت و جماعت است را شامل ما حدیث میشود و درباره صحت این حدیث میخواستم معلومات بگیرم. در حدیث این چنین نیامده است. در حدیث آمده است که در آخر زمان امت تبدیل به 72 فرقه می شود با وجود حرف و حدیث هایی که در مورد این حدیث وجود دارد و از همه این نگفته که بقیهشان تفاصیل زیادی در موردشون ذکر نکرده. یک گروه هستن که به اونها گفته می شود فرقه ناجیه. یک گروه که به اونها گفته می شود فرقه ناجیه. صحابه پرسیدن که نشانه این فرقه چی است؟ ما انا علیه و اصحابی، آن فرقه ای که بر سنت من عمل میکنن و بر سنت اصحاب من عمل میکنن. الان کسی گفته نمیتواند، مثلا بعضی سلفی ها چی میگن؟ ما فرقه ناجی هستیم. تو غلط کردی، تو از کجا میفهمی که تو فرقه ناجی هستی؟ بعضی از احناف میگن ما فرقه ناجی هستیم، بعضی از شوافی میگن ما فرقه ناجی هستیم. نه اینطوری نیست. امکان دارد شافعی باشد، مالکی باشد، حنبلی باشد، سلفی باشد، اهل حدیث باشد، زیدی باشد، حتی شیعه باشد، نه شیعه متعصب و رافضی و گمراه. منتها پیروی از الله و رسولش و سنت خلفای راشدین و صحابه و تابعین بکنه، این انسان از جمله فرقه ناجیه محسوب میشه. این که هر کس بیاد بگه فلان حزب، فلان گروه، فلان فرقه، فلان مذهب فرقه ناجیه است، این غلط است، اشتباه است. تشکر از برنامه‌تان. از دنیا و آخرت نصیب شما و مردم اهل سنت. سلامت باشید. تشکر باشه. تشکر از شما. بیننده عزیزی سوال پرسیدن که چهار شماره آخرشان 7245 که دعای مظلوم بالای ظالم آیا قبول می شود و یک دعا گفتن در این مورد برای ما یاد بدهید. ببینید این که دعای خاصی باشه برای مظلوم که در مورد ظالم بگوید یا کسی که بر او ظلم کرده باشد، همچین دعای خاصی وجود ندارد. در روایت های مختلف یا در دعای مختلف آمده است، صیغه‌های مختلف. منتها هر کسی که بر او ظلم و ستمی صورت گرفته است،
او میتواند بر اساس همان ظلم و ستمی که بر او صورت گرفته دعا بخواند و بددعا بکند در حق کسی که بر او ظلم کرده. بددعا کردن، بد و بیرا گفتن، کلمات تند گفتن تنها در حق کسی جایز است که بر او ظلم شده باشه. به طور مثال یک نفر آمده به طور مثال فرزند یک کسی رو کشته. شاید دیده باشید میاد میگه خداوند این رو در به در بکنه، خداوند این رو به قهر جهنم بفرسته، خداوند این رو تیکه تیکه بکنه، خداوند از زن و بچه‌ش انتقام بگیره. همین حرفا رو یک کسی در یک حالت عادی به یک نفری بزنه گناه است. اما کسی که مورد ظلم و ستم قرار گرفته است از این حرفایی که میزند ولو اینکه حرفای تند و تعدی باشد بازخواست نمی شود. الله متعال میفرماید در سوره نساء آیه 148 لا يحب الله الجهر بالسوء الا من القول الا من ظلم. الله سبحانه و تعالی صدا رو بلند کردن، سخنان ناروا گفتن رو دوست ندارد. که صداشو بلند بکنه، بد دعا بکنه، سخنان ناروا بگه دوست ندارد. الا من ظلم، مگر کسی که بر او ظلم شده باشد. و کان الله سمیعا علیما، الله سبحانه و تعالی شنونده داناست. در ادامه آیه خیلی جالب است. ان تبدو خیرا او تخفوه او تعفو عن سوء فان الله کان عفوا قدیرا. اگر شما یک کار نیکی را آشکار بکنید، پنهان بکنید، یا از بدی و ستمی که به شما رسیده گذشت بکنید، عفو بکنید، پس بدانید که خداوند آمرزنده مهربان است. گذشت کردن از ظالم در صورتی جایز است که این گذشت شما سبب اصلاحش بشه. من یک آیه رو بیارم. در اینجا ببینید الله سبحانه و تعالی در سوره شورا آیه 40 میفرماید و جزاء سیئة سیئة مثلها. کسی یک بدی کرد در حقتان، ظلمی که ستم کرد بر شما، جزاش چی است؟ مثل همون ظلم و ستمی که کرده باید جزا داده بشه. فمن عفا و اصلح، کسی که عفو کرد و اصلاح و آشتی آورد. اصلاح در اینجا گفته، عفوی که سبب اصلاح شود. به طور مثال عموی من، دایی من، دوست من، رفیق من، همسایه من، همکار من آمد به طور مثال عمدن زد ماشین منو داغون کرد، اومد پول منو دزدید، آمد به من یک ضرری زد. من بگم خب خداوند غفور است و رحیم است بخشیدمش. نه، این تو داری مرتکب گناه میشی، چون اون طرف بار دیگر یا در حق کسی دیگر این جنایت رو با جرأت‌تر انجام میداد. روایتی دارند از حضرت علی علیه السلام که میگه که اگر خادم در مقابل خدمتش پاداش نبیند و خائن در مقابل خیانتش جزا نبیند، انسان خادم دلسرد می شود و انسان خائن خیانتش را با جرأت بیشتر انجام میداد. عفو و بخشش از ظالم در وقتی است که سبب اصلاح شود. فمن عفا و اصلح، کسی که عفو کرد که سبب اصلاح طرف شد، طرف پشیمان شد. مثلا طرف میاد یک ظلمی در حق من میکنه، بعد من میرم نصیحتش میکنم، 4 نفر نصیحتش میکنه، طرف پشیمان میشه. بعد از اون که پشیمان شد، فهمید که اشتباه کرده، میاد معذرت میخواد. بعد از این که معذرت خواست میگم خب خلاص من همین حق خودم رو بر تو بخشیدم، خداوند از سر تقصیرات همه ما بگذرد. بعضی مردم اشتباه گرفتن که هر کسی که بر تو ظلم کرد تو رو ببخش. نه، اینطوری نیست. اینطوری باشه دنیا پر از ظالم میشه، ظالمینی که در مقابل ظلمشان جزا ندیدن. و در ادامه آیه الله سبحانه و تعالی میفرماید
فاجره علی الله، اجر این شخصی که از حقش میگذره به خاطری که صلح بیاره، اصلاح بیاره، طرف رو اصلاح بکنه، ان الله لا يحب الظالمین، الله سبحانه و تعالی ظالمین رو دوست ندارد. به همین دلیل دوستان عزیز، در کسی که ظلم میکنه، ستم میکنه به کسی، باید جزای خودش رو ببینه و انسانی که قدرت دارد، استطاعت دارد، باید او را جزا بده، چه از طریق محاکم، چه از طریق دولت، چه از هر طریقی که مشروع ممکن باشد. نه اینکه طرف مثلا اگر تو رو یک سیلی زد تو برو دستش رو قطع کن یا برو گردنش رو بزن، اینطوری نه. تجاوز و تعدی انسان نباید بکنه. بعضی اوقات ظالمینی هستن، ستمگرانی هستن که انسان نمیتونه در مقابل اونها بیسته، نمیتونه حق خودشون رو بگیره. در اون صورت ما چی میکنیم؟ به کسی متوسل میشیم، به ذاتی متوسل میشیم که قدرت مالکیت همه بشر و همه دنیا و همه کائنات در دست اوست و این ذاتی است که میگه ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون. میگه شما فکر نکنید که الله غافل است از آنچه که ظالمین انجام میدن. شاید امروز جزایشون رو نده، انما یؤخرهم لیوم تشخص فیه الابصار. بعضا در این دنیا جزایشون نمیده، اما در اون روزی که دیگه درمانده میشن، هیچ یاوری نیست و هیچ رشوتی، مقامی، منصبی، شفاعتی قبول نیست، در اون روز الله سبحانه و تعالی جزای اونها رو میده. پس ظلم کردن یک گناه بزرگی است که الله سبحانه و تعالی ولو بعد حین جزایش رو میده. به خاطر همین در حدیثی است که رسول الله صلی الله علیه و سلم به ما یک چیز خیلی مهم رو گوشزد میکنه: اتقوا دعوت المظلوم، بترسید از دعای مظلوم. این رو اگر هر کس نهادینه بکنه در وجود خودش، به اندازه سر سوزنی، به اندازه یک دانه خردلی هم انسان در حق کسی ظلم نمیکنه. دانه خردل، نمیدونم، فکر کنم در افغانستان، در ایران خردل میگن، در افغانستان دانایی است، گاهی اوقات در آچار و در این چیزا، در ترشی و چیزا هم استفاده میشه از اون. به اندازه یک دانه یا به اندازه یک ارزن بگیم، ظلم در حق کسی انجام بده، الله سبحانه و تعالی نمیبخشه. اتقوا دعوت المظلوم، بترسید از دعای مظلوم، فانها تحمل علی الغمام. این دعای مظلوم در بالای ابرها همینطور حمل میشه. کأنه، الله متعال میگه که این دعای مظلوم این تو میره بالا در سر ابر، اینجا تبدیل به یک موشک میشه، تبدیل به یک بم میشه، یک وقتی به سرت میخوره که اصلا فکرش هم نکرده باشی. یقول الله جل جلاله و عزتی و جلالی لانصرنک ولو بعد حین. ببین الله متعال در جاهای اندکی به عزت و جلالش قسم خورده و این قسم خیلی بزرگی است. در قرآن کریم مثلا الله به انجیر و تین و زیتون، به انجیر و به زیتون قسم خورده، به الله به شمس به خورشید قسم خورده، به مهتاب قسم خورده. یک جایی به عزتی و جلالی، به عزتی و جلالی، یعنی این دیگه بالاتر از این قسمی وجود نداره در نزد الله سبحانه و تعالی. الله تعالی میگه به عزت و جلالم قسم که تو را، انتقامت را خواهم گرفت و تو را پیروز خواهم کرد بر این ظالم، ولو بعدهین، شاید بعد از مدتی، اما این کار را خواهم کرد. یعنی وعده الله سبحانه و تعالی است. و این که میگه فانها تحمل علی الغمام، این دعای مظلوم بر بالای ابرها همینطور حرکت میکنه. که انه، میگه که الله متعال یک روزی تبدیل به یک راکتی، تبدیل به یک بمبی میشه، میخوره به سر ظالم که اصلا نفهمه که از کجا خورده است. و این یکی از مسائلی است که متاسفانه در جوامع ما مردم خیلی بهش بی‌توجه هستن. دیروز با دوستی صحبت میکردن، بعضی جوامع ما مثلا در افغانستان مردم حکومت یا امر معروف یا مردم خوشحال، مثلا رقص نیست، زن نیست، شراب نیست، زنا نیست، فلان نیست، گناهایی است که
از زنا و از شراب و از این فسق و فجور و از رقاصگری و از خوانندگی و از فیلم و از سینما و از اینها هم بدتر است. صحابی پرسید آیا از رسول الله صلی الله علیه وسلم آیا مسلمان زنا میکند؟ گفتن بله زنا میکند. آیا مؤمن شراب میخورد؟ گفتن بله میخورد. آیا مؤمن دروغ میگوید؟ اینجوری نه، مؤمن دروغ نمیگوید. مؤمن ظلم نمیکند. ما متاسفانه بعضی اوقات ببینید در جوامع ما اعمالی رو که حد فاصل بین اسلام و کفر است، حتی خارج از اسلام است، در جامعه روز و شب انجام میدهیم، اکثریت ما انجام میدهیم، اصلا اعتنا نمی کنیم. فروشنده ما دروغ میگوید، حاکم ما دروغ میگوید، وزیر ما دروغ میگوید، رئیس ما دروغ میگوید، دانشگاهی ما دروغ میگوید، دانشجوی ما دروغ میگوید، ملای ما دروغ میگوید، امام مسجد دروغ میگوید، جامعه همه دروغ میگویند. اما شکر خدا که در جامعه زنا و شراب نیست. یعنی دروغ گفتن علامت کفر است، علامت نفاق است. پیامبر صلی الله علیه و سلم از علامات منافقین چی میگه؟ اذا حدث کذب، اگر حرف میزنه دروغ میگه. این از علامت منافق کسی که اصلا در اسلام داخل نشده، شما بخواید اون از اسلام خارج بکنید. ما گاهی اوقات به مسائل گیر میدیم که گناه هست اما در حد کفر نیست، مرتکب کفر میشویم اما هیچ برای ما مهم نیست. به همین دلیل رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم میفرمایند که اتقوا دعوت المظلوم، بترسید از دعای مظلوم. در جای دیگری رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم میفرماید دعوت المظلوم مستجابه ولو کان فاجرا. مثلا یک کسی شراب خور است، زناکار است، چاره به شرعی است، شما به او ظلم میکنید، جواب این ظلمتان را از الله متعال میگیرید. اینو نگو که والا من آدم دیندارم، 5 وقت نمازم و در مسجد میخوانم، ریشم 1 متر دارم، امامم به سرم، من دیگه فرشته روی زمین هستم. این کی است؟ این فاسق، فاجر، شرابخور، زناکار. به این که ظلم بکنم، عقین رو بخورم، کی از من میپرسه؟ رسول الله صلی الله علیه و سلم میفرمایند که دعوت المظلوم مستجابه و این کان فاجرا. دعوت مظلوم مستجاب است ولو اینکه فاجر باشه. فجوره علی نفسه، فسق و فجورش برای خودش، اون جزای فسق و فجورش الله متعال بهش میده، اما جزای ظلم تو رو به او الله سبحانه و تعالی و مثقال ذره خیرا یره و مثقال ذره شرا یره میبینی. در روایت دیگری میگن که دعوت المظلوم مستجاب و این کان کافرا، اگر که کافر باشه، یهودی باشه، نصرانی باشه. بعضی از مسلمان چی فکر میکنه؟ حق کافر رو میخوره، حق هندو رو میخوره، حق مسیحی و یهودی رو میخوره، میگه خب کافر است. نه، ظلم که کردی کافر و مسلمان نداره. ظلم بر هر بشری ظلم کردی جوابتو میگیری. به حیوان ظلم کردی جوابتو میگیری. به خاطر یک سگ زن فاحشه میره به بهشت و به خاطر یک گربه‌ای که زندان کرده بود زن عابده و نمازگزار و روزه گیرنده میره به جهنم. به خاطر یک حیوان، چه برسه به انسان، الله فاسق باشه، فاجر باشه و کافر باشه. به خاطر همین الله سبحانه و تعالی قسم یاد میکنه و عزتی و جلالی لانصرنک ولو بعد حین. به عزت و جلالم قسم است که تو را پیروز میکنم ولو بعد از مدتی. و این که بعضی میگن خب فلانی به من ظلم کرد، من هرچه دعا کردم دعای من قبول نشد. رسول الله صلی الله علیه وسلم میفرمایند ما من داع یدعو الا کان بین احدى الثلاث. هر دعوتی، هر دعایی که در حق کسی میشود، برای کسی میشود، چه برای خودت چه برای کسی که ظلم کرده، دعایی که بکنی از 3 حالت خارج نیست. اما ان یستجاب، یا که استجابت میشه طرف الله سبحانه و تعالی، اما ان یدخر له، یا این که براش نگه داشته میشه در روز قیامت به دردش میخوره. چون الله مسئلت تو رو بهتر میدونه که دعای تو رو اگر الان مستجاب بکنه شاید تو به فتنه و مصیبتی بدتر از این گرفتار بشی. به خاطر این دعای تو نگه میداره در روز قیامت به دردت میخوره. یوم لا ینفع مال ولا بنون.
یا و اما ان یعوض، یا اینکه عوضش داده میشه. تو دعا کردی خدایا به من یک فرزند پسر صالح بده، خداوند مصلحت تو رو، آینده تو رو از تو بهتر میدانه، به تو فرزند دختری میده. بعضی ما خدا پسر خواستم چرا دختر داد؟ چون الله متعال میدونه با این وضعیت تو، با این شرایط تو، با این تربیتی که تو داری، یا با این خانواده‌ای که تو داری، پسری به تو بده، فردا این پسر یک فاسق و فاجر و جانی و آدمکش و چاره به شهری در میاد که نام تو و خانواده‌ت همه رو بد میکنه. به خاطر همین یک دختری صالحه‌ای بهت نصیب میکنه که خیر این دختر رو تو بیشتر از 100 تا پسر میبینی. بعضیا بودن آرزوی پسر کردن، خدا هم بهشون 3-4 تا پسر داد، اما وقتی که نیاز داشتن، وقتی که نیاز به توجه و اهتمام و رعایت داشتن، دخترشون به دردشون خورد. و چه بسیار نمونه‌ای که در چهار اطراف ما و شما وجود داره. به خاطر همین دعای انسان حتما قبول میشه و خارج از سهالت نیست و هر کدومش که اتفاق بیفته به معنی این است که قبول شده در نزد الله سبحانه و تعالی. در حدیث دیگری رسول الله صلی الله علیه و سلم میفرمایند ان الداعی علی 3 مراتب، کسی که دعا میکنه در 3 مرتبه است. اما ان یعجل له، یا این که برای او همین الان دعایش مستجاب میشه، چیزی که طلب کرده. و اما ان یدخر له افضل منه، یا این که بهتر از این رو الله سبحانه و تعالی برایش ذخیره میکنه در روزی که به دردش بخوره. و اما ان یدفع عنه من السوء مثله، یا این که خداوند یک سوئی رو، یک بدی رو، یک زشتی رو، یک مصیبتی رو که قرار است به بالای او بیاد، او را از او دور میکنه. به همین دلیل کسی که به شما ظلم میکنه براش در هر نماز دعا کنید، در وقت استجابت دعا بکنید، استطاعتش دارید انتقامتون ازش بگیرید، تعدی نکنید به همان اندازه‌ای که ظلم کرده. گاهی اوقات طرف ظلم کرده با گناه، مثلا آمده مال تو رو دزدیده، اینکه نه تو بری مالشو بدزدی 10 برابر بدزدی، نه، حق تو خورده، حق تو ازش پس بگیر. به زور شده، به زور دولت شده، به زور پلیس شده، به زور دادگاه شده، به زور 4 تا قلدر شده، به هر طوری شده حقتون رو نگذارید کسی پایمال بکنه. مؤمن عزت نفس داره، مؤمن حق خودش رو برای کسی اجازه نمیده که اون رو زیر پا بکنه. بیننده عزیز بفرمایید. بیننده گرامی بفرمایید. درود بر شما استاد عزیز. سلامت باشید، بفرمایید. بنده راجع به دو فرقه نصیریه و اباضیه چند وقتی زنم و این دو فرقه مشغول کردم. میشه راجع به این دو فرقه توضیح بدید که اعتقاداتشون چیه، در کجا ساکن هستن؟ میشه یه توضیح بدید؟ خیلی مختصر، نصیری ها فرقه هستن که از شیعیان اسماعیلی جدا شدن، یکی از فرقای شیعه محسوب میشن و بیشتر ساکن لبنان و سوریه و این مناطق هستن. نصیریا یک فرقه باطنی هستن و علی رضی الله تعالی عنه رو تا مرتبه خدایی میرسنن. فرقه اباضیا امتداد خوارج زمان سیدنا علی رضی الله تعالی عنه هستند که امروزه بیشتر در مناطق در کشور عمان و در بعضی از مناطق اردن در این مناطق ساکن هستند. تشکر، زنده باشید. من در یک برنامه در مورد نصیری مفصل صحبت کردم. عقاید بسیار عجیب و غریب دارن، زنای محارم و نمیدونم لواط و خیلی از عادات زشتی در بینشون رواج داره. نصیریا یکی از فرقهای شیعه هستن، شیعیان نصیری. در کتاب فرق شیعه در مورد اینها مفصل صحبت کردن. منتها حتی خود شیعیان اثناعشری اونها رو تکفیر میکنن، قبول ندارن. و اباضیا امتداد خوارج هستن، خوارجی که در زمان رسول الله صلی الله علیه و سلم، در زمان صحابه رضی الله تعالی عنهم اجمعین بودن، همونایی که با معاویه و با علی رضی الله تعالی عنهما جنگیدن. منتها اباضیای امروزی که مثلا در سلطنت عمان هستن، یعنی 100% همون اعتقادات خوارج زمان
علی و معاویه رو ندارن، خیلی تغییرات در بینشون ایجاد شده، اما اصلشون برمیگرده به همون خوارج زمان خلفای راشدین. بیننده از این نوشتن که آیا وتر قضا دارد؟ بله، از جمله نمازهایی رو که من اینو فراموش کردم اونجا ذکر بکنم که رسول الله صلی الله علیه و سلم حتی اون رو قضایش رو ادا می‌کردن، یکی 2 رکعت قبل از فجر است و یکی هم نماز وتر است که ولو قضا هم شده پیامبر صلی الله علیه و سلم این رو ترک نمی‌کردن. همونطوری گفتم ترک نمی‌کردن به معنی که حتی قضایش رو هم ادا می‌کردن و چون خیلی تاکید شده و قضایش رو ترک نمی‌کردن. و 2 رکعت قبل از مغرب، 2 رکعت بعد از مغرب هم خیلی روش تاکید شده. منتها 2 رکعت سنت صبح و نماز وتر این خیلی روش تاکید شده که باید. دوست عزیز نوشتن که نمازهای سنت رو میشه به جماعت خواند. ببینید سنت این است که نمازهای سنتی که سنن رواتب که بهش گفته میشه ما اینها رو در خانه بخوانیم، به شکل فردی بخوانیم. نماز جماعت رو که در مسجد خواندید، مثلا نماز مغرب رو در مسجد خواندید 3 رکعت رو با امام، اذکارتون رو انجام دادید، برگردید خانه 2 رکعت سنت بعد از فجر رو در خانه، بعد از مغرب رو در خانه بخوانید. همچنین سنت بعد از عشا رو. چرا؟ هم خانه رو زنده بکنید با نماز خواندن، هم فرزندانتان، اهل و عیالتان میبینن که شما مثلا در خانه نماز خواندید. به خاطر همین صحابه و رسول الله صلی الله علیه و سلم و حتی ائمه بزرگوار بر این تاکید کردن که نمازهای سنت در خانه خوانده شود و به جماعت نه، جماعت که در مسجد خوانده میشه. اما نمازهای نفل مانند نماز قیام اللیل، نماز تراویح، اینها رو میشود که به جماعت خواند. بیننده عزیز سلام علیکم، بفرمایید. علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. سلامت. تشکر میکنم از برنامه خودتون. سلامت باشید. تشکر از شما. انشالله همیشه موفق باشید. خیلی ممنون. خداحافظ. تشکر از شما. زنده باشید برادر عزیز. دوست عزیزی در مورد مذهب قادریه پرسیدن. مذهبی برای مذهب قادریه نداریم. قادیانی هست. غلام احمد قادیانی، یک جاسوس انگلیس، یک مذهبی رو به نام قادیانی تأسیس کرد که حتی خودش رو به مرتبه نبوت رساند و در هندوستان تأسیس شد. امتدادش فعلا تا پاکستان هم هست. حتی در بین خیلی از مسئولان در ارتش پاکستان هم حتی نفوذ کرده بودن و شاید نمیدونم الان هستن یا نیستن. فرقه قادیانی از طرف دادگاه پاکستان حتی یک فرقه خارج از اسلام شناخته شد. بعداً در بعضی جا اسمشون عوض میکنن، مثلا تلویزیونشون به نام احمدیه هست، فرقه احمدی میگن، خودشون رو احمدیه میگن، اما اینا همون پیروان غلام احمد قادیانی هستن و اینها کافرن، مسلمان نیستن. فرقه هستن که انگلیس ها درست کردن به خاطر جلوی قیام و جهاد مردم هند رو که در اون وقت پاکستانی وجود نداشت، مردم هند رو بگیرن. این فرقه رو تأسیس کردن که مردم رو به همین مسائل روحانی و به این چیزا مشغول بکنن و از جهاد و مقاومت و از پیشرفت و تمدن دور بکنن. اما اگر منظورتون فرقه قادریه هست، قادریه یکی از طرق صوفی است، قادریه و نقشبندیه و غیره. قادریه یکی از فرقه های صوفی است و بیشتر در مناطق هند و پاکستان و قسمتی از افغانستان و در اینجا فعالیت دارن. یک فرقه صوفی هستن و فرقه های صوفی یعنی بر حسب فرقه خرافاتشون و گمراهی هاشون کم و بیش است. فرقه خیلی گمراه هستن، فرقه کمتر هستن و به شکل متفاوت. حتی در داخل یک فرقه، مثلا در داخل خود فرقه نقشبندی ما میبینیم که چون بیشتر در افغانستان مود هست، یک فرقه خیلی گمراهتر و غالیتر است، یک فرقه معتدل و متوسط تر است. به هر صورت آنچه که اصل و اساس است این است که در اسلام چیزی به اسم تصوف
وجود نداره. نه رسول الله صلی الله علیه وسلم، نه صحابه، نه تابعین، نه ائمه بزرگوار مذاهب اربعه، نه فقها، مفسرین، نه ائمه مذاهب چهارگانه اهل سنت، هیچ کدام اینا صوفی نبودن، فرقه صوفی نداشتن و این اعمالی رو که امروز صوفی‌ها به عنوان عبادت انجام میدن آنها انجام ندادند. بیننده نوشته کسی که قبر پرستی میکنه شرک نیست. کسی که قبر پرستی میکنه شرک چی که 100% شرک است. یعنی غیر از الله سبحانه و تعالی رو پرستیدن کفر است. شرک چی که کفر است. شرک کسی است که در عبادت الله سبحانه و تعالی کسی رو شریک قرار بده. اما اینکه کسی بیاد قبر رو بپرسته کفر است، این اصلا اسلام نیست. بیننده نوشتن که آیا تکفیر یک شخص کار علماست یا تمام مسلمان ها؟ تکفیر کار علماست، کار متخصصین است. مثل این میمونه که بیمار است میره پیش دکتر. عموما کسایی که ندونن که بیماریشان چی است، مثلا قفسه سینه‌اش درد میکنه، میره پیش کی؟ میره پیش دکتر داخلیه. در اکثر کشورها، در افغانستان، تاجیکستان، اینجا دکتر داخلیه میگن. در ایران مثلا پزشک عمومی. میره پیش دکتر داخلیه. دکتر داخلیه چک میکنه کجا درد میکنه، مثلا میگه اینجام درد میکنه، چه وقت درد میکنه، فلان وقت. راه میگه. دکتر داخلیه حدس میزنه که این طرف بیماری قلب داره، فکر میکنه، اینو میفرسته پیش کی؟ پیش متخصص قلب. متخصص قلب میاد مثلا نوار قلب میگیره، یک سری آزمایش ها انجام میده، بعد از اون تشخیص میده که بله این طرف بیماری قلب داره. اگر همین بیمار قلب بره پیش دکتر مثلا امراض تناسلی یا پیش دکتر مغز و اعصاب بره، آیا میتوانن اونها تشخیص بدن بیماری این رو؟ میتونن حدس بزنن اما نمیتونن تشخیص بدن. پس تشخیص یک بیماری معین کار متخصصی است. به خاطر شما در هر بیمارستان برید، متخصص قلب، متخصص مغز، متخصص اعصاب، متخصص جراحی فلان، متخصص استخوان، متخصص وجود داره. در دینم یک سری انسان‌های متخصصی هستند که میتوانند به اصطلاح مسائل ریز و درشت دین رو برای ما بیان بکنن و تفکیک بکنن. و این کار کی است؟ کار علما هست. علما هم در یک سطح نیستن. یکی متخصص عالم در تفسیر است، یکی عالم در حدیث است، یکی عالم در فقه است، یکی عالم در عقیده است. همه در یک سطح نیستن. اگر قرار باشد که هر کسی از مسلمان ها کنار دست بغلیش و همسایه‌اش و دوست و رفیقش رو تکفیر بکنه، گردن اون رو بزنه، مال و داراییش رو به غارت ببره، که دنیا میشه هرج و مرج. تکفیر کار هر کسی. خاصا امروز ابو فلان مدنی، ابو فلان بغدادی، ابو فلان بلخی، ابو فلان نمیدونم فلانی، ابن فلان اسمای زیاد شاید ببینید در اینترنت، از تاجیکستان، از افغانستان، از ایران برنامه میگذارن در یوتیوب. این کافر است، این مرتد است، این مشرک است، این خارج از دین است، این داخل دین است. این غلط است. خاصتا تکفیر معین این خیلی دشوار است، کار هر کس نیست. اما بیان این که مثلا هر کس نماز نخواند و نماز رو حکمش رو قبول نکرد، رد کرد و هیچ نماز نخواند، نماز کلا ترک کرد، کافر است. این رو من نمیگم، رسول الله صلی الله علیه و سلم میگن. کسی زکات رو انکار کرد، یکی از بناهای اسلام رو انکار کرد، یکی از ارکان ایمان رو، جان آخرت رو انکار کرد، زندگی بعد از مرگ رو انکار کرد، عذاب قبر رو انکار کرد، کافر است. چون اینا با قرآن، با حدیث واضح، صریح و آشکار بیان شده. اما این که یک انسانی بیاد بر اساس شبهات کسی رو تکفیر بکنه، این دقیقاً مذهب کی است؟ مذهب داعشی ها، مذهب تکفیری ها، مذهب خوارج،
که رسول الله صلی الله علیه و سلم اینها رو سگهای جهنم صفتشون رو بیان میکنن. چرا؟ یکی که جهنمی است، یکی که در جهنم مثل سگ باشد در اونجا، خیلی وضعش بدتر. و امروز متاسفانه دوست عزیزی در واتساپ هم این سوال رو پرسیدن نظرتون در مورد داعشی ها چی است؟ امروز نمونه ای از این مردم همین داعشی هایی هستن که امروز مانند یک غده سرطانی در بین امت اسلامی ظهور کردن و هر جایی که 4 تا مسلمان بود، هر جایی که دعوت بود، هر جایی که جهاد بود، اینا اونجا مثل قارچ، مثل سمارق در اونجا سبز میکنن. ثمره جهاد، ثمره دعوت، ثمره فعالیت مسلمان ها رو اینها به هدر میدن، بهانه ای دست دشمن میدن که اینها رو سرکوب بکنن، نابود بکنن. اینها کسانی هستند که بزرگان اینها، رؤسای اینها و کسانی که اینها رو به حرکت در میارن، امروز واضح و آشکار است که سازمان های استخباراتی غربی بودن و هستن و در هر جایی که پای نحس اینها رسید، غیر از بدبختی، غیر از مصیبت برای مسلمان ها، چیزی دیگری به ارمغان نیاوردن که الله سبحانه و تعالی شرشان را از سر امت اسلامی دور بکنه. بیننده نوشتن که کفر به نظام طاغوت چگونه انجام بدهیم. ببینید، کفر به نظام طاغوت یعنی الان مثلا از 2 دیدگاه، یکی از دیدگاه دین، مثلا شما فکر میکنید که اینجا یک نظام طاغوتی است و در این نظام احکام غیر اسلامی صورت میگیره. شما به اندازه استطاعتتون مسئولیت دارید، به اندازه اینکه شما به احکام طاغوتی تا حد امکان عمل نکنید، در کنار طاغوت تا حد امکان نیستید. اما داعش میاد به شما چی میگه؟ میگه نه، تو باید بلند چی؟ الان باید تو جهاد بکنی. خب چطوری جهاد بکنم؟ تو باید بری با داعش، بری با دولت اسلامی، بری با دولت اسلامی. جوانها رو مثلا از تاجیکستان جمع کردن، 5-6-7 هزار جوان تاجیک رو جمع کردن. این همه استخبارات های دنیا اینا می اومدن از دوشنبه مسکو، استانبول، می رفتن سوریه، عراق. هیچ کس به اینا چیزی نمی گفت، چون هدف و برنامه استخبارات تاجیکستان و روسیه و کشورهای کفری چی بود؟ که اینها رو از بین ببرن. آوردن اینها را از بین این 6-7 هزار جوانی که رفتن، شاید 1,000-1,500 زنده برگشتن که الان نمیتونن تاجیکستان برن، مهاجر در بدر در کشورهای مختلف هستن. بقیهشون کشته شدن، از بین رفتن، اسیر شدن، در اسارت کشتن اینها رو. زنهایشان، دختران جوانشان امروز در دست روافض در عراق اسیرن. روزانه یکی از این خواهرای تاجیکی که در اونجا اسیر بود پیام صوتی فرستاده بود. یعنی باور کنید در شبی 10 تا 12 تا سرباز کثیف رافضی به اینا تجاوز میکنه. ببینید که اینها رو چگونه تاجیکستان را از این جوانای مخلص خالی کردن و این سیاستشون در کل دنیاست. چگونه در یک جامعه اسلامی میان به شکل تبلیغ میکنن و جوانهای دیندار و ملتزم رو که اینها عمود این جامعه هستن، اینها دعات این جامعه هستن، دعوتگران این جامعه، مصلحین این جامعه هستن، چطور اینا رو از بین ببریم؟ اون دولت میگه که اگر من اینا رو بکشم، اعدام کنم، زندان بکنم، سازمان ملل و حقوق بشر و فلان اینا سر صداشون در میاد. چیکار بکنیم؟ راه رو براشون باز بکنیم که برن در اونجا ببین. اونجا که مردن چی میگیم؟ تروریستا بودن، کشته شدن. و اینو باور کنید این جوانایی که در داعش رفتن بهترین جوانان امت هستن که قربانی شدن، فریب خوردن. این جوانی که فردا در کشورش باید دعوت میکرد، کشورش رو اصلاح میکرد، مردمش رو دعوت میکرد، مردمش رو اصلاح میکرد، این جوان رو بردن مفت اونجا در عراق قربانی کردن. نتیجه داعش در عراق چی شد؟ چی شد نتیجهش؟ یعنی 10 سال اینا در اونجا حکومت درست کردن، پایتخت درست کردن، احکام اجرا کردن، شریعت رو تطبیق کردن، اما بعد اهل سنت رو در بدر کردن. امروز یک سازمان سنی نمیتواند سر بلند بکند. امروز یک جوان سنی نمیتواند تا سر بلند کرد، میگن داعشی است، بگیرید بندازینش زندان. و زندانهای بغداد و موصل و فلوجه و اینا پر است از جوانان اهل سنت، بهانه دست دشمن دادن. در همین عراقی که اهل سنت جهاد میکردن و نزدیک بود که این جهاد پیروز بشه، یک دفعه اینا از بین پیدا شدن. از کجا آمدن الله اعلم.
رهبراشون ابو فلان بغدادی، ابو فلان شامی، ابو فلان نمیدونم مدنی، ابو فلان مکی، کجان الان؟ هیچ خبری ازشون نیست. نتیجه چی شد؟ مخلصترین جوانها، بهترین علما، بهترین دعوتگران اهل سنت به تهمت داعشی و تکفیری امروز در یا کشته شدن یا در زندان ها هستند و نوامیسشان در دست دشمنان و در دست روافض. در هر جا همین کارو کردن. این سوال در مورد داعش رو هم که این دوست عزیز پرسیده بودن پاسخ دادیم. بیننده از این نامه طولانی نوشتن، نامشون هم شاید بیشتر از 1 ماه 2 ماه قبل فرستادن. 4 شماره اخیرشون 8810 فکر کنم از افغانستان باشه، که نوشتن چند تا از دوستانم که از اهل سنت و از اهل علم نیز هستن نقدهایی را نسبت به برنامه و مواضع شما کردن. یکی از دوستان میگه که شما فقط ایران را نقد میکنید و هیچ وقت درباره سیاست‌های آل سعود چیزی نگفتید. به نظرش این باعث میشه نگاه شما یک طرفه به نظر بیاد و گویا در خط خاصی قرار دارید و این را مصداق برخورد ناعادلانه. والا دوست عزیز، هم شما و هم دوستتون عادلانه برخورد نکردید. ما هر جایی که مسائل امت اسلامی بوده کائن من کان ما نقد کردیم. در مسائل اعتقادی، در مسائل امت اسلامی با هیچ کس مجامله نداریم، هر کسی که میخواد باشه. و در این از سال 2010 به این طرف که من برنامه زنده داشتم تا الان دوستان عزیز دیدن و همه شاهد هستن. و اینکه نقد شما بیشتر طرف ایران است. ببینید ادامه نامش رو بخونم، جالب است. یکی دیگر از استاد میگه که ایران اسرائیل را بزند تحسینش میکنیم ولی سیاستش در افغانستان خبیثانه. مشکل من با آقای انصاری این است که اصلا عربستان را نقد نمی کند و این سکوت خودش نشانه جانبداری است. از نظر این نوع موضع‌گیری یک جانبه موجب بی‌اعتمادی و سوء ظن می شود و شما را در مسیر یک پروژه سیاسی خاص قرار میدهد. ببینید دوست عزیز، مثلا میگن پروژه سیاسی خاص. الان ایران مستقیما در افغانستان مداخله میکنه. ایران مستقیما در کشتار اهل سنت در سوریه، در عراق، در یمن، در افغانستان، در پاکستان، در کشورهای آفریقایی ایجاد فتنه، آشوب، جنگ‌های مذهبی و جنایت‌هایی که کردن. میلیون‌ها نفر رو در این دهه گذشته در عراق و سوریه و کشورهای دیگه اینها قتل عام کردن. چه مستقیما خودشون زیر قیادت قاسم سلیمانی حالک یا گروه های نیابتی که مانند زینبیون و فاطمیون و آشغالیون و کثافتیونی که داشتن در اونجا. بر صورت الان ایران در کشور من، در کشور همسایه من، در بین همزبانهای من، در بین هممذهبان من، در این منطقه، در این جغرافیایی که من مرتبط با آن هستم، من از اونجا هستم، در اونجا زندگی کردم، بزرگ شدم، این فتنه و آشوب رو به پا می کند. بعدش من بشینم که در برنامه زنده بگم که در نیکاراگوآ اینطوری شده، در نمیدونم چکسلواکیا، در چک یا سلواکیا اینطوری اتفاق افتاده، در ایتالیا این شده، در عربستان سعودی اون شده، در فلانجا این شده. به من چه؟ مشکل من مشکل اون محدوده جغرافیایی است که من در اون زندگی میکنم و مسئول هستم در قبالشون. چون این برنامه‌ای که من الان دارم اینجا به زبان فارسی صحبت میکنم در افغانستان، ایران، تاجیکستان مردم میبینن، در عربستان کسی نمیبینه. ما یک بینندم نه در طریق کانال ماهواره نه از طریق یوتیوب و شبکه‌های اجتماعی تا از عربستان نداشتیم که یک عربستان سعودی یا یک کویتی یا یک قطری، یک بحرینی، یک اماراتی زنگ زده باشه سلام علیکم کیف حالکم ايش اخباركم ليش ما تتكلمون في الموضوع الفلاني. کسی به من این چیزو نگفته و من در مقابل اونها مسئولم نیستم. کلکم راع و کلکم مسئول عن رعیتی. من در مقابل ملت فارسی زبان مسئول هستم. زبان من زبان فارسی زبانهای دنیاست. زبان من زبان مظلومیت اهل سنت سرزمین خودم هست. قو انفسکم و اهلیکم نارا. شما خودتان رو و اهلتان را از آتش جهنم نجات بدهید. از من فردا الله متعال نمیپرسه که چرا در عربستان سعودی یک نفر گمراه بود. چون عربستان سعودی علمای خودشون رو دارن، دعات خودشون رو دارن، کانالهای خودشون رو دارن. انقدر اونها در علم و در دعوت و در وسایل دعوت و در اینا پیشرفته هستن که ما 100 سال سیاه دیگه هم بگذره به اونها نمیرسیم. کل اهل سنت فارسی زبان دنیا، کلشون
که شاید چیزی در حدود 200 میلیون بشن. البته من در اینجا مثلا برادران پشتو زبان ما، ترکمن ما، ازبک ما، هزاره ما، اینایی که در افغانستان هستن، پشه، اینا چون فارسی رو بلد هستن، فارسی رو میفهمن، اینا رو هم در این احصایه قرار دادم. اینها زبان ما رو میفهمن، ما برای اینا داریم صحبت میکنیم، ما در مقابل اینها مسئولیم. یعنی نمیدونم مردم حتما باید من بشینم در اینجا در این برنامه در مورد مثلا کشورهایی که از ما هزاران کیلومتر دورتر هستن و ما حالا خوبیاشون رو گفتیم، چه دردی دوا میشه، بدیاشون رو بگیم چه دردی دوا میشه، حتما باید در مورد اونا صحبت بکنیم. اما یک سری مسائل است که در این کشورها اتفاق میفته یا در کشورهای دیگری مرتبط با امت است. ما بعد از اینکه از این محدوده مثلا زبانی و جغرافی خودمون خارج شدیم، امت داریم، امت اسلام. قضایایی که مرتبط با امت اسلامی بوده ما همیشه صحبت کردیم. حالا مثلا مسائلی که رقص و نمیدونم فلان و توهین و اهانتی که حالا رخ داد مثلا در عربستان یا در هر کشور دیگه به شعائر دین، به مقدسات اسلام در موردش صحبت کردیم. در مورد فلسطین، در مورد یمن، در مورد سوریه، در مورد عراق، قضایی که مرتبط با امت اسلامی بوده در موردش صحبت کردیم. حالا مثلا در یک کوچه در دمشق مثلا به یک دختری تجاوز شده، حتما باید من در مورد اون برنامه زنده بگذارم؟ شما خودتون به عنوان بیننده فارسی زبان به ما چی؟ این مشکل مردم اونجاست، علما اونجاست، عالم دین ندارن، امام مسجد ندارن، دعوتگری ندارن که براشون صحبت بکنه. و آیا صحبت من به زبان فارسی مشکل اون مردم رو حل میکنه؟ یک کمی انسان باید از عقل کار بگیره. گاهی اوقات این مشکل خیلی از دوستان است. سلفی میاد به خاطر فلان موضع‌گیری شما اخوانی هستید، اخوانی میاد شما به خاطر فلان موضع‌گیریتون شما سلفی هستید. آقا شما در مورد عربستان صحبت نکردید، شما حتما وهابی و فلان هستید. یکی اومده بود گفت شما نوکر نه استخبارات انگلیس هستید، یکی گفت نه اینا مرتبط با سازمان سیاه هستن. یعنی تعجب میکنم به خدا از کوچیکی عقل بعضی از انسان ها که چگونه قضایا رو بررسی میکنن. نامه خیلی طولانی نوشتن دوست عزیزمون، الله سبحانه و تعالی خیر بده به شما و یک کاش این زحمتی کشید در یک مقاله مفیدی می نوشید در فیسبوک نشر می کردید، شاید نتیجه بهتری داشت. بیننده دیگری هم از آلمان نامه خیلی طولانی نوشتن، شماره آخرشون 8823 که خانومی هست از شوهرش جدا شده، مسلمان هست، در شبکه‌های اجتماعی صفحاتی داره، تصاویر خودش رو میگذاره، تصاویر دوستان اجتماعی خودش رو میگذاره با مردها از هر جنس، افغان و عرب و غیره، در رستورانا میره، بعد میگه که من قلبم پاک است و عکسای خودشون رو با اونا که میگیره میگذاره و خلاصه مطالب زیادی رو نوشتن و شوهر این شخص هم گفته که من تو رو به شکل اسلامی طلاق نمیدم و همینطور به این شکل میگذارم و از این حرفا. این انسان باید چی کار بکنه؟ ببینید دوستان عزیز، اولا در هر جایی که انسان بدون حسیب و بدون رقیب، بدون حساب و کتاب بیاد سوشل میدیا و هر چیزی که در این دنیا هست این رو در اختیار فرزندانش و در اختیار خانوادهش قرار بده. اصلا وظیفه مرد در یک خانواده چی است؟ مثلا الان در یک شرکتی رئیس شرکت وجود داره. رئیس شرکت، وظیفه رئیس شرکت چی است؟ وظیفه مدیر اجرایی در یک شرکت چی است؟ رئیس شرکت یا مدیر اجرایی شرکت، مدیر شرکت وظیفه اینها این است که مصالح شرکت را حفظ بکنن و از ضربه زدن به شرکت و از ضرر شرکت و از فروپاشی شرکت جلوگیری بکنن. هر شرکتی یک رئیس داره، یک مدیر اجرایی داره. هر شرکتی که مدیر اجرایی رئیسش وظیفه خودش رو به شکل صحیح انجام نده، اون شرکت ورشکست میشه. چقدر شرکت هایی رو ما دیدیم که مثلا شاید به یاد داشته باشید 20 سال پیش در دنیا حرف اول رو نوکیا میزد، موبایل نوکیا. شاید خیلی از جوانان امروزه اصلا ندونن که نوکیا یعنی چی. نوکیا موبایلی بود که یعنی تولیدش همین الان هم با وجود ورشکست شدن از گلکسی و از آیفون بیشتر است. یعنی شما فکر کنید خانه‌ای وجود نداشت که 3-4 تا نوکیا در اون خانه نبود. این نوکیا با وجود این همه پیشرفتش ورشکست شد.
روزی که اعلان ورشکستگی مدیر اجراییش در جلوی دوربین‌های تلویزیونی گریه میکرد، به خاطری که نتوانسته بود شرکت رو در مقابل مارکتینگ، در مقابل تکنولوژی که جدید است، شرکت‌های منافس به اصطلاح به اون دست یافتن حفظ بکنه و در اون سطح اونها یا بالاتر از اونها برد. به خاطر همین از رده خارج شد و از بازار رفت، شکست خورد، سقوط کرد، ورشکست شد. در خانه‌ای که رئیس خانه مسئولیت ریاست خانه رو به شکل احسن انجام نده، طبیعتاً که این قانون خانواده از هم میپاشه. مرد خانه حیثیت رئیس خانه رو داره، زن در یک خانه حیثیت مدیر خانه رو داره. وقتی که اینها از وظایف خودشون چشم پوشی بکنن، وظایف خودشون رو به شکل صحیح انجام ندن، مثلا پدر آورده تلفن با اینترنت و با همه چیز داده دست دختر 13-14 سالش، بعد از اون فردا که این دختر با دوست پسرش آمد و در خونه کنار پدرش در آلمان و سوئیس و در این شده که اتفاق میفته، نشست و گفت این دوست پسرم از بای فرند من هست و من الان با این دوست شدم، تا هم حق اعتراض نداری و کوچکترین اعتراضی هم بکنی به پلیس زنگ میزنه به خاطر اینکه تو اذیت کردی دخترت، تو رو میبرن زندان میندازن. بعد از اون بیا به سر کلت بزن در سوشال میدیا و یا ویدیو ثبت کن. بعضی از بی غیرتا این ویدیو هم ثبت کردن که آی زنم اینطوری شد و دخترم اینطوری شد. بعد از اون بیا گناه رو بنداز به گردن زن و بچه. نه، مسئول تو هستی، تویی که این چیزا رو الان شاید در دورانی زندگی میکنیم که این چیزا رو نمیشه اصلا جلوش گرفت. یعنی خواستن فتنه کرونا یک باب خطرناکی رو باز کرد که خود ما مجبور شدیم برای فرزندانمون موبایل بخریم، تابلت بخریم، اینترنت در اختیارشون قرار بدیم به بهانه اینکه اینها درس‌های آنلاین میگیرن و این یک باب فتنه بزرگی رو باز کرد. جلوش هم نمیشه گرفت. امروز تو فرزندتو من کردی، براش موبایل و تابلت و فلان اینا نگرفتی، خب میره با دوست پسرش با دوست دخترش، میره با همکلاسیش از دستگاهی اونها استفاده میکنه. اما در اینجا وظیفه تربیتی پدر و مادر 2 برابر، 3 برابر، 10 برابر و 100 برابر میشه. به خاطر همین دقت ما باید بیشتر باشه، توجه ما بیشتر باشه. همه چیز رو باز امروز مثلا حتی یوتیوب، حتی اینترنت، حتی دستگاه‌های موبایل، حتی اپلیکیشن‌هایی وجود داره که میشه این فعالیت‌های فرزندانتون رو طبق سنشون محدود کرد. وانگهی وظیفه تبلیغ و تربیت و تعلیم امور دین برای فرزندان برای پدر و مادر خیلی سنگین‌تر است. وظیفه و به اصطلاح مسئولیت ما خیلی بیشتر از سابق است. باید بیشتر توجه بکنیم، باید بیشتر اهمیت بدیم، وقتی بیشتری با اونها بگذرانیم، محیط بهتری برای اونها آماده بکنیم، فیلم‌ها، کتاب‌ها، مقالات و حتی سریال‌های مفید و خوبی رو برای اونها معرفی بکنیم که ببینن. خاصتا کتاب، کاری رو کتاب با فرزند شما میکنه که شاید شما با 100 تا موعظه نتونید انجام بدید. دوستان خوب، تشویق کردن، در بردن با خودتون در مجالس یا سرگرمشون کردن در کارهایی که مناسب سن و سالشون باشه، مسئولیت پذیری برای اونها، تربیتی فرزندان بر اساس اینکه خودشون مسئولیت زندگی رو به عهده بگیرن، همیشه محتاج پدر و مادر نباشن. به خاطر همین وظیفه ما خیلی سخت‌تر میشه. بعد تو اومدی حالا مثلا روز اول اجازه دادی که برای خودش فیسبوک باز بکنه، اینستاگرام باز بکنه، تیک تاک باز بکنه. مثلا تیک تاک باز کرده، روز اول یک کلیپ، یک گوشه ای از خانه‌شون رو گذاشته. از روز اول که نمیدونن که اکثر اینا خودشون رو نشون بدن. بعد صداشو گذاشته فقط. بله دوستان عزیز، اینجا اتاق مثلا مهمانخانه ما هست. بعد زیرش ببینید مردم مثلا اومدن چی نوشتن: ای خواهر نازنین، خواهر گل، خواهر نمیدونم چطوری، ماشاءالله چقدر شما سلیقه دارید، تعریف تمجید کردن از این. و این صفت مرداست، خاصا مردی که گمراه باشه. به دامان انداختن زنهایی مثل این و زن و طبیعت زن این است که دوست داره همون مدحی رو که همون تعریف و تمجیدی رو که باید از شوهرش بشنوه. شوهری که صبح تا شام میره کار میکنه، زحمت میکشه که نان
بخور نمیری برای خانوادهش آماده کنه و خرج و مصارف خانواده آماده کنه، این مرد خسته و کوفته آخر شب میاد، حال و حوصله این چیزا هم نداره. شاید که 100 تا زیب و زینت در خانه وجود داشته باشه، تعریف و تمجید هم نمیکنه، اما وقتی این زن میگیره کلیپ از این درست میکنه، در یوتیوب و در فیسبوک و در اونجا میگذاره، در تیک تاک میذاره، هزاران نفر مردها میان از این تعریف و تمجید میکنه و این باب فتنه رو باز میکنه. یکی مثلا یک خواهری یک تلاوتی رو از خودش گذاشته بود، من رفتم کامنت های زیرش خوندم، یکی مثلا مردی اومده نوشته ای خواهر جان قربان این صدای زیبای تو بشم. خب قربان صدای زیبای یک زن شدن این وظیفه شوهرش است، نه وظیفه تو. خب این مردا هستن و این مانند جنگل است، سوشال مدیا مانند جنگل است، داخلش خوک هست، خرس هست، الاغ هست، هر گونه حیوانی هست در اینجاش. همه ملائکه نیستن که در اونجا، همه ترس خدا که ندارن. بعد از اون آیسته 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 داستانهایی رو بشنوید که طرف رفته مثلا خصوصی براش پیام داده، بعد از اون ازش عکس طلب کرده، ویدیو کال کرده، تا حدی رسیده که ویدیوهاشو عکساشو پیش خودش سیو کرده و بعد از اون تهدیدش کرده یا با من میای بیرون یا اینا رو میفرستم برای شوهرت. خیلی از زنها اینطوری گرفتار دامهای فسق و فجور و فساد و فحشا شدن. و این که الان این گفته نه من تو رو طلاق نمیدم به همین حالت بمون، اینم غلط است. اینم غلط است. یعنی بعضی مردا از این مسئله سوء استفاده میکنن، طرف نمیخواد با تو زندگی بکنه، طلاقشو بده. امساکم بالمعروف و تسریحهم باحسان، مثل ما انسان بگیرید مثل انسان رها بکنید. طرف حالا به هر دلیلی اشتباه تو بوده، اشتباه تربیتی بوده، هر اشتباهی که بوده، طرف زن نمیخواد با تو زندگی بکنه، تو به زور اون رو نگه داری که من تو رو بر از نکاح مسلمانی نگه میدارم. نه این غلط است. این اشتباه جایی نگفته که شما حق داری که زنت رو به زور نگه داری. مادامی که طلاق میخواد طلاقشو بده که بره. بیننده عزیز سلام علیکم، بفرمایید. بیننده عزیز بفرمایید. استاد انصاری خسته نباشید. سلامت باشید، زنده باشید. استاد انصاری عزیز، من خیلی کوتاه میخوام وقتتون رو نگیرم، فقط چون برنامه‌تون رو دیدم تکرار شده درباره صفوی، اگه اجازه بدید در حد 2 دقیقه 2 تا مطلب عرض کنم خدمتتون. والا خیلی کوتاه مختصر، چون پایان برنامه است و اصلا یعنی موضوع برنامه ما این مسائل تاریخی نیست. روزهای جمعه ما به سوالات شرعی پاسخ میدیم. با این وجود در 2 دقیقه مختصر و مفید بفرمایید. خواهش می‌کنم. ببینید جناب انصاری عزیز، در زمانی که صفوی اومد، در زمانی که اسلام به ایران وارد شد، حمله کرد، امپراتوری ایران به معنای یک حکومت مرکزی از بین رفت و تا 900 سال دیگه هیچ حکومتی نیامد که اون حدود و ثغور رو به عنوان یک دولت مرکزی اداره کنه. صفوی اولین حکومت و اولین سلسله پادشاهی در ایران بود که بعد از 900 سال مجددا امپراتوری ایران رو احیا کرد و حدود و ثغور ایران رو به زمان ساسانی برگردون. قبل از صفوی اصلا ایران از بین رفته بود، کما اینکه فردوسی کبیر در شاهنامه به عنوان یک رویای برباد رفته صحبت میکنه که ایران شهر از بین رفته و درباره رویاهای سوخته صحبت میکنه. مطلب دومم انصاری جان، ببینید که شما 2 جلسه پیش فرمودید کی اول حمله کرد. ببینید از نظر تاریخی اولین جنگ ثبت شده مشخص بین دو کشور جنگ چالدوران هست که عثمانی به ایران حمله کرده، از دیاربکر اومده تا تبریز، 17 سال هم تبریز در اشغال بوده. و انصاری جان 2 دقیقه شما تمام شد. 2 دقیقه تمام شد. 2 دقیقه تمام شد. تشکر میکنم چون وقتی بیننده رو نگیریم. شما الان مطالبی فرمودید که من مجبورم دربارش 2-3 دقیقه صحبت بکنم. تشکر از شما. تشکر از شما دوست عزیز. روز سه‌شنبه ان شاءالله در آن روی سکه هر چقدر میتونید صحبت کنید. خدا نگهدار شما. خدا. ببینید اینکه ما بگیم که آقا دولت صفوی اومد حدود و ثغور ایران رو درست کرد، اگر این کار خوبی بود که با قتل، با ارعاب، با سوزاندن مردم، با اجبار مردم به پذیرش دین شیعه به عنوان یک مذهب و اگر کسی این رو قبول نکنه باید در آتش سوزانده بشه،
خب بر اساس این کار پس اتحاد جماهیر شوروی هم خیلی خوب کار کرد. اتحاد جماهیر شوروی یک امپراتوری بزرگی رو از آلاسکا شروع کرد تا آسیای میانه تا افغانستان، از این طرف هم از شرق تا غرب تا اروپای شرقی یک امپراتوری بزرگی، نظام، ارتش، اقتصاد، همه چیزش مرتب بود. امروز بعضی از تاجیک‌ها، بعضی پیرای تاجیک هم میگه وضعیت تاجیکستان در زمان اشغال، در زمان اتحاد جماهیر شوروی خیلی از الان بهتر بود وضعیت اقتصادی. و راستم میگن خیلی وضعیت اقتصادی مردم در زمان اتحاد جماهیر شوروی از وضعیت الان بهتر بود. چرا؟ چون یک نظام اشتراکی بود. مثلا ثروت‌های ازبکستان رو می آوردن در مناطق فقیر تاجیکستان توزیع می‌کردن، از تاجیکستان می بردن در مناطق مثلا آب تاجیکستان می بردن به ازبکستان میدادن، طلای ازبکستان می بردن در قرقیزستان مصرف می‌کردن، مثلا سبزیجات قرقیزستان رو می بردن مثلا در قزاقستان مصرف می‌کردن. یک نظام اشتراکی بود. حقیقتا یک نظام خوبی بود. یعنی اگر نگاه دنیایی ما بخوایم ببینیم، منهای الحاد و مبارزه با دین و اینها، خیلی من تا الانم کسای پیرایی که مثلا 80 سال 90 سال عمرشان هست و عقل و هوش و حواسشون سر جاست تعریف میکنن، میگن که زمان رو اتحاد جماهیر شوروی خیلی وضعیت بهتر بود، وضعیت اقتصادی مردم. خب همین اتحاد جماهیر شوروی همین نظامش رو چطوری اومد تطبیق داد؟ با قتل. چنان قتل عام کردن که استالین و اینا دیگه تاریخ میدن، قتل عام کردن مردم رو، شهرها رو گرفتن، با ارهاب و بازور مردم رو چیز کرد. خب اگر کار خوبی بود پس اتحاد جماهیر شوروی هم کار خوبی کرد. بابا جان مشکل ما با این نیست که آقا حدود و ثغور، شما مردم متاسفانه این کوتاه اندیشان متعصب، ما یک متعصب مذهبی داریم، یکی متعصب نمیدونم قومی داریم، یکی متعصب حدود و ثغور داریم. بعضی از اینها یعنی در دنیای خیلی پیشرفته هم دارن زندگی میکنن، اما عقل‌های کوچیکه، عقلای متعصب. ایران رو برگشتن به دوران ساسانی، حدود ایران رو برگشتن به دوران ساسانی. خب ساسانی چه دست گلی رو باب داده بودن؟ آیا ساسانیا ظلم و ستم نمی کردن؟ حق مردم رو نمی خوردن؟ امروز طرف انقدر عقلش کم است که از ساسانیا فقط چی است؟ اون حدودی که داشتن، اون حد و مرزی که داشتن، یک طرفشون این بود یک طرفشون اون بود. برای یک انسان این مهم نیست. برای یک انسان این مهم است که در حکومت ساسانی مردم نظام طبقاتی داشتن، عامه مردم مانند حیوان باشون برخورد میشد. طبقه ملوک بودن، طبقه کارگران بودن، طبقه وزرا بودن، طبقه عامه مردم بودن که حیثیت عامه مردم حیثیت یک سگ هم نداشتن در جامعه. این اصلا براش مهم نیست، همون حد و مرز مهم است. وانگهی خب همین حد و مرزی رو که شما حد و مرز ساسانی میبینی، یک 500 سال عقب‌تر برگرد، همین حد و مرز رو مثلا تمدن سومریا داشتن. یک زمان مثلا اسکندر یک زمان اومد همه این تمدن‌های خردریزا رو همه رو جمع و جور کرد، برد همه رو تمدن یونان رو برد. خب اون امروز یونانی‌ها بگن که خب این سرزمین‌های ما بوده، همه اینا مال ما هست و فلان است این است. اصلا دامن زدن به این مسائل یعنی چی؟ شما باید بیاید از یک گروهی، از یک حکومتی تعریف و تمجید بکنید که حکومتی که با کشتن مردم، با سوزاندن مردم اونها رو از مذهب اهل سنت به شیعه به زور عوض کرده. در همه این سلسله های ظالم و ستمگر و وحشی و بربری که به نام اسلام، حالا به زعم شما به نام اهل سنت حکومت کردن، بعد از اعراب الان، یعنی در کجای دنیا اومدن مثلا به زور مردم یک منطقه رو شیعه بودن سنی کردن، دعوت کردن، ترغیب کردن، ترهیب کردن، اما به زور شمشیر، به زور قتل و وحشت و سوزاندن در کجا این کارو کردن؟ بعد شما میید از این نظام دفاع میکنید. خب این نظام چه دستاوردی داشته؟ یک شاعر در زمان صفویت، یک عالم در زمان صفویت، یک مخترع مکتشف در زمان صفویت، یک مدرسه علمی، یک کتابخانه علمی، یک مرکز علمی در زمان صفویت شما برای من بیارید که اینا درست کرده باشن.
غیر از اینکه شعرا رو کشتن، علما رو کشتن، بزرگان رو کشتن، مردم رو به زور شیعه کردن، تنها دستاوردشون هم چی بوده؟ آقا مجلسی رو آوردن که دایره الخرافات شیعه رو که به اسم بهارالانوار است بنویسه. همین از جبل العامل آخوندهای گرگ زده لبنانی رو آوردن در ایران، اوضاع علمی درست کردن. نتیجه صفویه در ایران چی است؟ اوضاع علمی درست کردن، آخوند تولید کردن، حجت الاسلام و آیت الله تولید کردن، مجلسی رو آوردن. این دستاورد شما رو به خدا. بعد دوست عزیز میگه اولین جنگ رسمی که جنگ چالدران بود که سلطان سلیم مملکت، بله جنگ خوب کرد. الله متعال غریق رحمتش بکنه و فردوس برین رو نصیبش بکنه و در فردوس اعلی الله سبحانه و تعالی امثال سلطان سلیم و محمود افغان و اینها رو جا بده. چرا؟ چون یک سلسله ظالم، ستمگر، وحشی، بربر، خونخوار، جنایتکار رو از بین بردن و هر کاری که با اینا کردن حقشون بود. اگه بخوایم از تعصب بگیم، خب یعنی حقمون هست که تعصب بکنیم به اینها. چرا؟ اینها اسلام و مسلمان، اصلا بشریت رو از شر یک فرقه خونخواری به نام صفویت نجات دادن. اینا میان جنگ چالدران رو ذکر میکنن که سلطان سلیم. قبل از جنگ چالدران شما برید تاریخ رو مطالعه کنید، هم شما هم دوست دیگری که در این مورد صحبت میکرد، که اینها اومدن در مناطق هاتای، در مناطق شهرهای مختلفی که اکثرا اهل سنت بودن و قبایل ترکمن در اونجا زندگی میکردن، اومدن حمله کردن، مردم رو به زور شیعه کردن، کسی که قبول نکرد اون رو آتیش زدن، کشتن، قتل کردن. بعد از اون مجبور شدن عثمانی‌ها اون بر جنگ با اروپایی‌ها رو متوقف بکنن، بیان اینا رو ادب بکنن. این وظیفه طبیعیشون بود که باید این کار رو انجام بدن. این قدیم مسئله رو کش میدن دوستان عزیز. الله متعال هدایتتون بده. خب دوستان گرامی، کم کم به پایان برنامه امشب میرسیم. سوالات زیادی از دوستان که فرستادن همچنان بی پاسخ مانده هست و انشالله در هفته آینده سعی میکنیم در این مورد بیشتر صحبت بکنیم. الله سبحانه و تعالی حفظتون بکنه تا فرصت دیگر و برنامه دیگر که باز هم با آن رویسه که میباشد با تماس مستقیم در خدمت شما عزیزان خواهم بود. همه تان رو به پروردگار متعال میسپارم و صلی الله علی سیدنا و حبیبنا محمد و علی آله و صحبه اجمعین و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. نداء الحق صوت قد شجاني وبلغني الحقيقة